جلسه سوم 11 خرداد ماه 1391. به نام خداوند. جلسه سوم از سلسله جلسات کارگاه شعر سپهری و فروغ فرخزاد رو پی میگیریم. در شرح اشعار دفتر آوار آفتاب بودیم و برخی از اشعار رو توضیح دادم و پاره از مفاهیم و نکات محوری این دفتر رو توضیح دادم. امروز تکمله بحث رو عرض میکنم و انشالله اگر زمانی ماند که فکر کنم میماند به دفتر شرق اندوه هم خواهیم پرداخت. یکی از نکاتی که نوبت پیشین ذکر آن نرفت و مایلم راجع به اون توضیح بیشتری بدهم تا بریم به سر وقت اشعار، این است که دو دفتر زندگی خوابها و آوار آفتاب به تعبیر ادبای امروزی در قالب شعر سپید بیشتر سروده شده و موزون و مقفا به اون معنا که دفتر مرگ رنگ بود و پس از آن در دفتر شرق اندوه ما میبینیم نیست. البته بعداً توضیح خواهم داد که وقتی میگیم دفتر شرق اندوه هم موزون است اشعار، نه وزنهای عروضی کلاسیکه. مثلا اگر شما پاره از اشعار دفتر شرق اندوه رو با غزلیات دیوان شمس مقایسه بکنید، عیناً از اوزان عروضی یکسان برخوردار نیستن، اما به هر حال وزن داره. شما وقتی میخونید ضرب آهنگ دارد، آهنگینه، اما شما این رو در آوار آفتاب و زندگی خوابها نمیبینید. یه جاهای پهلو به پهلوی نثر میزنه. من در باب فرم شعر دارم سخن میگم. شاید یک علتش این باشه که هنوز سپهری به زبان شخصی خودش نرسیده. شاید یه دلیلش اینه که داره قالب‌های مختلف رو امتحان میکنه. شاید بدین خاطر که به هر حال در مرز میان خواب و رؤیا، خصوصا در کتاب زندگی خوابها حرکت میکنه، همچنان که باید به آنچه میخواد نرسیده. همه اینها گمان زنی هایی است که میشه کرد، اما نکته مهم این است که چنان که گفتم این دفتر آوار آفتاب و دفتری که نوبتی پیشین بحث کردیم که زندگی خوابها باشه در قالب شعر سپیده، برخلاف شرق اندوه که انشالله خواهیم دید وزن حماسی پیدا میکنه بر سیاق دیوان شمس. نکته دوم این است که هم دفتر زندگی خوابها و هم آوار آفتاب قدری شاعر همچنان گنگ نه به معنای این که نمیداند چه میسراید، بلکه بدین معنا که کمابیش شاید امور براش نیمه شفافه و چنان که نوبت پیشین هم راجع به سایه روشن سخن گفتیم، شاید این قصه سایه روشن که در نقاشی های او هم ریزش میکنه در زیست جهان او و نگرش او به جهان هم در این دوران ریزش کرده و از این منظر به عالم نگاه میکنه. یه ابهامی در نگاه او به عالم هست که اون ابهام در فرمت ریزش میکنه و در مفاهیم و مضامین اشعار هم همینطور. اون شفافیتی که ما از شرق اندوه میبینیم و خصوصا در صدای پای آب و مسافر به اوج میرسه در این دفاتر کمتر دیده میشه. نکته بعدی این است که استعمال و بسامد واژگان دینی در این دو دفتر کمه، خیلی کمه. مرادم از دین در اینجا مشخصا دین اسلامه و مفاهیمی که در قالب آموزه های دینی سر برآورده. این رو از این جهت عرض میکنم که شما وقتی باز به صدای پای آب، مسافر و حجم سبز میرید قصه متفاوته. اخیراً مقاله‌ای میخواندم راجع به بسامد واژگان دینی در اشعار سپهری و نویسنده به درستی نشان داده بود که از صدای پای آب به این طرف واژگانی مثل قبله، دعا، خدا، کعبه، حجر الاسود و قرآن و مفاهیمی که کاملا تنین دینی داره در اشعار ریزش میکنه. این مفاهیم کمتر در دفاتر پیشین هست. البته در همین کتاب آوار آفتاب شعر آخر این دفتر که خواهیم پرداخت در اون دو واژه نماز و محراب به کار رفته، اما مقایسه بکنیم با بسامد این واژگان در دیگر دفترها فاصله معتنابهی دارد و انشاءالله به وقتش که برسیم من استشارات رو میکنم. این نکته از این جهت مهمه، تصورم این است که رفته رفته سپهری وقتی به صدای پای آب میرسد قدری بومیتر میشه و به زبان و
زیست جهان شخصی خود نزدیکتر میشه و اونها به نحو طبیعی در اشعارش ریزش میکنه. در این دو دفتر زندگی خوابها و آوار آفتاب تنین شرقی و آموزه های بودیستی و شرقی خیلی پررنگتره. یه جاهایی شاید تو ذوق بزنه، یه جاهایی شاید چنان که باید با مخاطب ایرانی شرقی خودش رابطه برقرار نکنه. مقدمه هایی که بر این دفاتر نوشته نشان میدهد که انس و الفتی با این مضامین عرفانی شرقی داشته، با آیین بودایی، با آیین هندویزم، در حدی که اون مقدمات نشان میدهد و سیر و سلوک شخصی او و تأملات و مطالعاتش. اما گویی برای مخاطب ایرانی دهه 30 و 40 شمسی چندان این مضامین آشنا نیست و به تعبیر امروزی چنان که باید بومی نشده و به خورد مخاطب نمیره و از شرق اندوه به این طرف پس یعنی از 1340 که پس از آوار آفتاب که منتشر میشه، پس از این است که به نظر میاد برای او هم مسئله روشن‌تر است و بدون تکلف و تصنع اون ایده ها در اشعارش ریزش میکنه. خب از این چند نکته که بگذاریم که در مقام ایضاح احیانا و تکمیل عرایض نوبت پیشین بود، اجازه بدید به تتمه اشعار در دفتر آوار آفتاب بپردازیم و پاره نکاتی که بر جای مانده رو توضیح بدهم تا این دفتر رو هم ختم بکنیم. شعری که الان مد نظرم هست بخوانیم شعر شب هماهنگی است در دفتر آوار آفتاب. شعرهای پیشین رو خواندیم، اگر یادتون باشه نوبت پیشین راجع به شعر شکست کرانه و سایبان آرامش ما ماییم من نسبتاً مبسوط توضیح دادم، خصوصا اون تعبیری که در انتهای شعر آمده است که برویم و بیکرانی را زمزمه کنیم و توضیح دادم که تعبیر بیکرانی یا بیکرانگی و عنوان یک دیگه از اشعار این دفتر که عبارت است از شکست کرانه که من اون رو به کرانسوزی تعبیر میکنم، خب متضمن هم تجربه های عرفانی سپهری است و هم یک جور نگرش عرفانی به هستی که متضمن فراتر رفتن از دوگانه های متعارف است یا کرانه هایی که تمامی زندگی ما رو احاطه کرده و در بر گرفته. و گفتم که در سنت عرفان اسلامی هم شما این تعبیر رو میبینید. مثلا بیابان یکی از مفاهیمی است که نمادی است از کرانسوزی یا به تعبیر سپهری شکست کرانه. خوش شده ام پاره آتش شده ام، خانه بسوزم بدوم تا به بیابان برسم. بیابان نمادی است از بیکرانگی، نمادی است از حرکت به سمت آنسو یا حرکت به سمت بیسو. بیسویی و بیکرانگی هم انانند با کرانسوزی. ما نه مرغان هوا نه خانگی، دانه ما دانه بیدانگی. هر کبوتر میپرد زی جانبی، جانب ما جانب بی جانبی. این تعبیر جانب بی جانب با کرانسوزی متناسب و متلائم است و به نظر میاد سپهری هم در تجربه های باطنی خود از این تجربه ها داشته و یک جور تجربه کرانسوزی، یک جور مواجهه با مهابت هستی که نهایتی برش متصور نیست. من نوبت پیشین گفتم ما که الان در این اتاق نشستیم و با هم سخن میگیم، همین اتاق کرانمنده، هم ما کرانمندیم و اساساً بیشتر زندگی ما در کرانه ها میگذرد. تمامی تجربه هامون، عموم مناسبات و روابطمون متضمن کرانه است. کرانه یعنی همون حد و حدود، همون محدودیت. تا اینجا اتاق است، از اینجا به بعد غیر اتاق است. مفاهیم هم همینطورن. ما برای تخاطب کردن با داد و ستد معنایی با مفاهیم سر کار داریم. مفاهیم متضمن کرانه است. شما گریز و گزیری از به کار بستن مفاهیم ندارید. وقتی من میگم کتاب، مفهوم کتاب دلالت میکنه بر مصادیق مختلف کتاب. درسته که ممکنه کتابی این شکل باشه، کتاب دیگری از این بزرگتر باشه. علی ای حال همه کتاب ها کرانه دارن، حد و حدود دارن. تا اینجا کتاب است، از اینجا به بعد غیر کتاب است. تا اینجا میز است، از اینجا به بعد غیر میز است. و ما گریز و گزیری از این به کار بستن مفاهیم و کرانه ها نداریم در تجربه های متعارف. اما عرفا و سالکان مدرن و سنتی به ما گفتن که علی الظاهر تجربه های عرفانی متضمن فراتر رفتن از
کرانهان و یک نوع هم نوا شدن با هستی و خود رو محاط در امر بیکران دیدن. عرفای سنتی به نحوی گفتند، عارف و سالک معاصر و مدرنی مثل سپهری به نحو دیگری. و این تعبیر شکست کرانه برای من خیلی تأمل برانگیز بود که کم و بیش ناظر به تجربه های عرفای سنتی ما هست. کمتر شاعری در دوران معاصر ما از این تجربه های خیش پرده برگرفته. نمیگم نداشتن این تجربه ها رو، من نمیدانم در مافز ضمیر افراد چه میگذشته، اما وقتی که او رو با معاصران خود مقایسه میکنیم کمتر به این سنخ امور اونها اشاره کردند. شما در اشعار شاملو، در اشعار فروغ برخی دغدغه‌های اگزیستانسیل، برخی دغدغه‌های ناظر به امر قدسی میبینید، اما این متفاوت است با آنکه شاعری از تجربه کرانسوزی سخن میگه و گویی که جایی رسیده است که او شکست کرانه را به رأی العین دیده است. دوباره اون آخر شعر سایبان آرامش ما ماییم رو میخوانم و عبور میکنم. و دو کران خود را هر لحظه بیافرینیم، هر لحظه رها سازیم. برویم و بیکرانی را زمزمه کنیم. این که دو کران را هر لحظه بیافرینیم و رها سازیم ناظر به تجربه کرانسازی و کرانسوزی است که توامان در میرسد و خب سالک میکوشد از او فراتر رود. خب شعر شب هماهنگی که از دیگر اشعار دفتر آوار آفتاب است با نوعی ابتهاج و انفتاح و انبساط روحی سالک قرین است و برخلاف برخی دیگه از تجربه های دفتر آوار آفتاب به نظر میاد احوال خوش سپهری رو گزارش میکند. بخشایش رو براتون میخوانم. لبها میلرزند، شب میتبد، جنگل نفس میکشد. انگشتان شبانه ات را میفشارم و باد شقایق دور دست را پرپر میکند. به سقف جنگل مینگری، ستارگان در خیسی چشمانت میدوند. دستانت را میگشایی، گره تاریکی میگشاید. مینگری، رسایی چهره‌ات حیران میکند. بیا با جاده پیوستگی برویم. خزندگان در خوابند، دروازه ابدیت باز است. آفتابی شویم. چشمان را بسپاریم که مهتاب آشنایی فرود آمد. لبان را گم کنیم که صدا نابهنگام است. باد می شکند، شب راکد می ماند. جنگل از تپش می افتد. جوشش اشک هماهنگی را می شنویم و شیره گیاهان به سوی ابدیت می رود. این تعبیر حرکت کردن به سمت ابدیت و توضیح این که به سقف جنگل می نگری، ستارگان در خیسی چشمانت می دوند، که هم می بینیم از نمادهای طبیعی مثل ستاره جنگل مدد می گیره و نفس کشیدن جنگل ناظر به یک نوع احوال خوش و تجربه های کبوترانه است به تعبیر خود او. دو تصویر از این شعر رو من مایلم راجبش بیشتر توضیح بدهم. بیا با جاده پیوستگی برویم. خزندگان در خوابند، دروازه ابدیت باز است. آفتابی شویم. ابدیت رو دو بار در این شعر به کار میبره که چنان که میدانید متناظر و متلائم با مفهوم شکست کرانه و کرانسوزی است. ابدیت همان بیسوییه، همان بیجایی است که در اشعار مولوی هم هست و من استشهادی کردم بدانها. تعبیر این که آفتابی شویم و به سمت دروازه ابدیت حرکت بکنیم من رو به یاد تعبیر سپهری در کتاب مسافر می اندازد. من از مصاحبت آفتاب می آیم. این تعبیر که به هر حال با نور و آفتاب هم عنان است از یک تجربه مبتنی بر ابتهاج خبر می دهد. در غزلیات دیوان شمس به خاطر داریم چو غلام آفتابم هم از آفتاب گویم. نشب پرستم که حدیث خواب گویم. چو رسول آفتابم به طریق ترجمانی به نهان از او بپرسم به شما جواب گویم. به قدم چو آفتابم به خرابه ها
بتابم بگریزم از عمارت سخن خراب گویم. اینجا هم مفهوم آفتاب در این غزل هست، هم گریختن از عمارت که با همون کرانسوزی هم عنان است. به قدم چو آفتابم به خرابه ها بتابم بگریزم از عمارت سخن خراب گویم. گریختن از عمارت به معنای جایی است که متضمن حد و حدوده، کرانمنده. این رو میبینید که با هم مصاحبت با آفتاب مولوی هم قران کرده است. چو غلام آفتابم هم از آفتاب گویم. اینجا هم سپهری وقتی راجع به ابدیت سخن میگه از آفتابی شدن پرده بر میگیره و خبر میدهد و اینکه بیا به سمت جاده پیوستگی برویم، چشمان را بسپاریم که مهتاب آشنایی فرود آمد. ناظر به این تجربه است که عالم رو دیواین میبینه و از تجربه باطنی خود شاعر و سالک پرده برمیگیره. شعر بعدی که انتخاب کردم شعر نیایشه در دفتر آوار آفتاب و نزدیک آی که در باب نزدیک آی بیشتر سخن خواهم گفت. در نیایش خب عنوانش روشن است که در باب نیایش شاعر سخن میگه. یکی از مفاهیمی که در شعر دیده می شود و من هم در مقاله تصور امر متعالی در منظومه سپهری بدان اشاره کردم، رابطه است با امر پرسونال یا خدایی که پرسونال و انسانوار است و تخاطب با او سخن گفتن و پرده برگرفتن. بخشی از شعر رو براتون میخوانم. سایه را به دره رها کردیم، لبخند را به فراخنای تهی فشاندیم. سکوت ما به هم پیوست و ما شدیم. تنهایی ما در دشت طلا دامن کشید. آفتاب از چهره ما ترسید. دریافتیم و خنده زدیم، نهفتیم و سوختیم. هرچه به همتر تنهاتر از ستیق جدا شدیم. من به خاک آمدم و بنده شدم، تو بالا رفتی و خدا شد. این تعبیری که من به خاک آمدم و بنده شدم تو بالا رفتی و خدا شدی و عنوان شعر هم که نیایش است، از یک جور کثرتی که پس از وحدت پدید میاد سخن میگه. چون ابتداء سخن بر سر ما بود، سکوت ما به هم پیوست و ما شدیم. پس از اون گویی که انفصالی صورت میگیره، انقسامی صورت میگیره و ما با یک کثرتی پس پشت اون ما برقرار مواجه میشیم. کثرتی که من به خاک آمدم و بنده شدم تو بالا رفتی و خدا شدی. و خب عنوان شعر هم که نیایش است، از یک نوع مواجهه اگزیستنسیل یا بگوییم تخاطب با کسی هم اینجا خبر میدهد. البته مفهوم خدا یا واژه خدا در میان نیست، اما ناظر به امر متعالیه، به امر برتر و اینکه به هر حال یک احوال غریبی بود و یک جور در همتنیدگی بود که پس از اون رفته رفته جدا شد. هرچه به همتر تنهاتر از ستیق جدا شدیم. من به خاک آمدم و بنده شدم تو بالا رفتی و خدا شدی. این در شعر نیایش است. جالب، شعر نیایش در دفاتر مختلف تکرار میشه و او از تجربه های مبتنی بر نیایش یا نیایش های مختلف خود پرده برمیگیره و به تفاریق احوال باطنی خود در دوران گوناگون رو بر آفتاب می‌افکنند. خب شعر نزدیک آی که پس از آن در میرسه شعر مهمیه در دفتر آوار آفتاب و متضمن برخی نکات است که به اجمال در این شعر برگزار شده و پس از اون در دیگر دفاتر از مقام اجمال به تفصیل در آمده و خب مضامین مهم باطنی و جهان شناختی سپهری رو نشان میدهد. شعر از اینجا آغاز می شود که بام را برافکن و بتاب که خرمن تیرگی اینجاست. بشتاب درها را بشکن وهم را دو نیمه کن که منم هسته این بار سیاه. اندوه مرا بچین که رسیده است. دیریست که خویش را رنجانده ایم و روزن آشتی بسته است. مرا بدان سو بر به صخره برتر من رسان که جدا مانده ام. و بعد میاد پایین‌تر، به اینجاش من بیشتر اشاره دارم. صدا بزن تا هستی به پا خیزد، گل رنگ بازد، پرنده هوای فراموشی کند. تو را دیدم
از تنگنای زمان جستم، تو را دیدم شور عدم در من گرفت. تو را دیدم شور عدم در من گرفت و بیندیش که سودایی مرگم، کنار تو زنبق سیرابم. دوست من هستی ترسانگیز است، به صخره من ریز مرا در خود بسای، که پوشیده از خزه نامم. بروی که تری تو چهره خوابندود مرا خوش است، به درا بی خدایی مرا بیاگن، محراب بی آغازم شو، نزدیک آی تا من سراسر من شوم. چند تا مفهوم مهم در این شعر هست که مایلم راجع به اون توضیح بدم. یکی مفهوم عدمه. اگر اشتباه نکنم جزء اولین بارهایی است در 8 کتاب که مفهوم عدم سر بر می آورد و به تعبیر سپهری شور عدم در من گرفت و بیندیش که سودایی مرگم، کنار تو زنبق سیرابم. دوست من هستی ترسانگیز است. دومین تعبیر ترسه. سومی مفهوم مرگ است که اشارتی سپهری بدان می کند و در انتها به درا بی خدایی مرا بیاگن، محراب بی آغازم شو، نزدیک آی تا من سراسر من شوم. در باب مفهوم نخست که عدم باشد حالا بعداً توضیح بیشتری می دهم، چون فکر می کنم که واژه‌ای که سپهری برای این سنخ درک و تلقی خود از هستی انتخاب میکنه و به کار میبره هیچستانه که بعداً سر بر می آورد. در دفتر آوار آفتاب نیست و در شرق اندوه هم به کار می رود و پس از آن در مسافر البته بست پیدا می کند. در کتاب شرق اندوه اگر امروز رسیدیم توضیح میدم، اگر نه نوبت آتی. آخرین شعر کتاب شرق اندوه تا گل هیچ نام داره و این هیچ کاملا ناظر به هیچستان است و البته با مفهوم پوچی و نیستی هیچ نسبتی نداره. نباید هیچ رو یا عدم رو به معنای absurdity یا پوچی یا nothingness به معنای عدم، به معنای عدم هیچی گرفت. این عدم بار عرفانی داره چنان که من میفهمم و به یک ساحتی پس پشت دار کثرت که این عالم هست اشاره میکنه. در مثنوی مولوی اون ابیات مشهور دفتر سوم یادتون هست که از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم به حیوان سر زدم. بار دیگر از ملک قربان شوم، آن چند در وحی آید آن شوم. پس عدم گردم، عدم چون ارغنون گویدم که نا الیه راجعون. عدم گردم یعنی به ساحت عدم می پیوندم. عدم نه به معنی نیستی و پوچ شدن، یعنی به جایی می روم که عدم اعداد است و عدم ازداد است. جایی که این دوگانه هایی که نوبت پیشین راجع به سخن گفتیم فرو می ریزن. زشتی و زیبایی، فقر و غنا، بلندی و پستی، ظلم و عدالت و اموری از این دست. وقتی که به اونجا شخص میرسد مطابق با آنچه در تجربه های این بزرگان جاری و ساری شده، به اون مرتبه میگوین عدم، عدمی که ورای دوگانه های متعارف است. وقتی که مولوی میگوید از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم به حیوان سر زدم. من از نباتات شروع کردم، بعد آمدم سراغ موجودات نمو کننده، بعد مراحل رو بر می شماره میاد جلوتر. بار دیگر از ملک قربان شوم، آنچه اندر وحی آید آن شوم. پس عدم گردم، عدم چون ارغنون گویدم که نا الیه راجعون. این که سلسله مراتب رو میگوید. از جمادی آمدم نامی شدم، بعد انسان شدم، از انسان آمدم ملک شدم و پس از آن آمدم به مرتبه عدم. خب اگر این متضمن استکمال مراتب هستی باشد، نباید عدم مرتبه نازله باشه، بلکه مرتبه عالیه است. و مرتبه عالیه وقتی فرا میرسد که شخص ورای اعداد و ازداد میآید. جای دیگری در دیوان شمس میگوید فارغ از سودم و زیان چو عدم، طرفه بی سود و بی زیان که منم. فارغ از سودم و زیان یعنی به مرتبه رسیدم ورای سود و زیان، ورای زشتی و زیبایی، ورای فقر و غنا. و اون مرتبه هستی شناختی مرتبه بالاتری است و اوج تجربه عارفانه رو توضیح میدهد و از او پرده برمیگیرد. حالا شما ببینید سپهری میگوید تو را دیدم از تنگنای زمان جستم.
شعور عدم در من گرفت. ما عموم تجربه هامون در این عالم زمانمند و مکانمنده. شما می توانید تصور بکنید تجربه‌ای در این عالم از سر بگذرانید که زمانمند و مکانمند نباشه؟ عموم تجربه های ما در زمان و مکان مشخصی رخ میدهد. شما هر امری رو که تصور بکنید در این عالم، الان من و شما در زمان و مکان مشخصی با هم سخن میگیم. شما وقتی به موسیقی گوش میکنید، وقتی رانندگی میکنید، وقتی میخوابید، وقتی غذا میخورید، وقتی آب مینوشید، وقتی با دوستی درد دل میکنید، وقتی خشمگین میشوید، وقتی شادمان میشوید، همه این تجربه ها در زمان و مکان مشخصی رخ میدهد. به تعبیر فلاسفه عموم این تجربه ها اسپیشیو تمپورالن، زمانمند و مکانمندن و فیلسوف برجسته و مهمی مثل کانت میکوشید توضیح بدهد که ما با این که زمان و مکان رو در عالم خارج نمیتوانیم سراغ بگیریم، یعنی این مفاهیم مصادیق معینی در عالم خارج ندارند، اما به تعبیر او اینها در اعداد صور پیشینی شهودند و عموم تجربه های ما زمانمند و مکانمندن و ما تخت بند زمان و مکانیم. استدلال های اقامه میکرد که چرا زمان و مکان در عالم خارج متعین نیستن. البته اینجا رأیش با حکمای مسلمان متفاوته و به تعبیر فنی‌تر قائل است که کانت این مفاهیم نقش رگولاتیو دارن نه کانستیتوتیو، یعنی نقش تنظیم کننده دارن، نه اینکه تعین و تقرری در عالم خارج داشته باشن، برخلاف فیلسوفی مثل ملا صدرا که وقتی راجع به وجود سخن میگه و زمان معتقد است که شما از عوارض تحلیلیه وجود یکی زمان است و زمان برای او نقش متافیزیکی هم داره، یعنی در عالم خارج متعین است. اما کانت معتقد بود که نه، اینا نقش رگولاتیو و تنظیم کننده دارند و علی ای حال ما تجربه هامون گریز و گزیری از زمانمندی و مکانمندی ندارند. این توضیح مختصر و فشرده فلسفی رو دارم از این جهت که تصدیق کنیم که ما گریز و گزیری از زمان و مکان در تجربه های متعارف نداریم. اما این تجربه سپهری تجربه غیر متعارف است. تو را دیدم از تنگنای زمان جستم، تو را دیدم شور عدم در من گرفت. اگر مرتبه‌ای باشد که شخص بتواند از زمان بگریزد و از تجربه های زمانمند و مکانمند فراتر رود، از نظر سپهری اون جایی است که شور عدم در فرد میگیرد و این شور عدم چنان که من میفهمم یعنی از این دوگانه های متعارف فراتر رفتن. اشاره به مفهوم مرگ هم کردم که بعد انشاءالله توضیح مقصود در نوبت‌های آتی میدهم. من یک مقاله نسبتاً مفصلی هم راجع به مقوله مرگ و مفهوم مرگ در 8 کتاب نوشتم تحت عنوان حجم زندگی در مرگ که در نشریه بخارا چاپ شد سال گذشته و حالا دوستان برای نوبت‌های آتی بعد نیست اون رو هم بخونن، مفصل به او خواهیم پرداخت. این رو از این جهت گفتم که مرگ در 8 کتاب و نظام عرفانی سپهری با هیچستان و عدم قرابتی دارد و او سعی میکنه در حین اینکه متافیزیک افلاطونی رو اتخاذ نمیکنه و شاید متافیزیک او متافیزیک نوع افلاطونی و اسپینوزایی باشه، تصویری از مرگ بدهد که با تصویر عرفای سنتی ما متفاوت است، اما در این حال مرگ مساوی با پوچی یا مساوی با از میان برخاستن و بالمره از میان رفتن نیست. دو تا تصویر رو شما میتوانید اینجا با هم مقایسه کنید. در صدای پای آب سپهری میگوید و نترسیم از مرگ پایان کبوتر نیست، مرگ در آب و هوای خوش اندیشه نشیمن دارد، مرگ در ذات شب دهکده از صبح سخن میگوید، مرگ با خوشه انگور می آید به دهان، مرگ مسئول قشنگی پر شاپرک است. در نبندیم به روی سخن زنده تقدیر که از پشت چپرهای صدا می شنویم. این تصویری است که سپهری از مرگ به دست می دهد. تصویر فروغ در کتاب ایمان بیاوریم با آغاز فصل سرد این است که پرواز را به خاطر بسپار، پرنده مردنی است. و البته استشهادات دیگری به شعرهای دیگری اون میشه کرد که گویی اون خاطره‌ای که از زندگی میماند و اون یادی که در از آن میماند از همه چی مهمتر است و راجع به اون میشه خیلی سخن گفت. پرواز را به خاطر بسپار، پرنده مردنی است. این رو شما در تقابل با این تصویر سپهری ببینید که و نترسیم از مرگ پایان کبوتر نیست. نمیگم همه سخنان فروغ راجع به مرگ از این سنخ است، اما به هر حال این کانترست در این اشعاری که براتون خواندم دیده می شود و خصوصا با فضای تلخی که
اون شعر فروغ داره، این سخن در جای خودش خوش می نشیند. کسی مرا به آفتاب معرفی نخواهد کرد، کسی مرا به میهمانی گنجشک ها نخواهد برد. چراغ‌های رابطه تاریک کرد، پرواز را به خاطر بسپار، پرنده مردنی است. به نظر میاد تو این سیاق که چراغ‌های رابطه تاریکند و شخص در حسرت این است که کسی به تعبیر فروغ او رو به میهمانی گنجشک ها ببرد و او رو با آفتاب معرفی بکند. در اون فضا خب مرگ هم کم و بیش حدود و ثغورش روشنه، اما برای سپهری قصه متفاوته. اما انشاءالله به توضیحی که خواهم گفت با تصویر عرفای سنتی ما هم متفاوت است و او هیچ وقت شائق نبود که سپهری رو عرض میکنم که به تعبیر مولوی از این سرا به سرای دیگری بشتابد، چون زندگی این جهانی رو جدی میگرفت در حد خود. به توضیحی که خواهیم گفت و من در مقاله طرحواره از عرفان مدرن هم توضیح دادم که میشه عرفان امثال سپهری رو عرفان عنایتی دانست در مقابل عرفان محبتی که شاید عرفان عشقی ما مبتنی بر اون بود. و عرفان عنایتی متضمن عنایت کردن به جهان پیرامون است. دست کم در برخی از عرفای سنتی ما این عدم توجه به جهان پیرامون دیده می شود و اگر هم به پدیده‌های طبیعی نظر می کنند صرفا از آن روز که شخص رو به یاد امر متعالی که در یه متافیزیک در مطابق با یه متافیزیک افلاطونی متعلق به یه ساحت دیگری است میاندازن. اما سپهری وقتی به طبیعت نگاه میکنه قرار نیست از اینجا شما متوجه جای دیگری بشوید. کل عالم دیواینه و کل عالم خداگون است و کل عالم حی است به تعبیری. این خب تفاوتی است در نگاه او و دیگر عرفا. این در قصه مرگ هم ریزش پیدا میکند. من اینجا اشارتی بهش کردم، انشاءالله مفصلتر بهش میپردازم، چون خود سپهری تعبیر سودای مرگم رو آورد. گفتم که بد نباشه به این هم اشارتی بکنیم. در حال مفهوم عدم از اهمیتی برخوردار است. بعداً هم به عدم سپهری اشاره میکنه، اما سرمایه گذاری مبسوطی روی اون نمیکنه، چون به هیچستان میرسه و هیچ که مفهوم برساخته خود اوست. حضور هیچ ملایم را به من نشان بدهید. یا در جای دیگری و در کدام زمین بود که روی هیچ نشستیم و در حرارت یک سیب دست و رو شستیم. این تعبیر هیچستان و هیچ ملایم و تعبیری از این دست ناظر به تجربه شخصی خود اوست و من در همون مقاله تطور امر متعالی در منظومه سپهری کوشیدم که اهمیت اون رو در 8 کتاب سپهری توضیح بدم با توضیحات تکمیلی که در این جلسات عرض میکنم. دیگر نکته‌ای که در این شعر دیده می شود تعبیر ترسه. دوست من هستی ترسنگیز است، به صخره من ریز، مرا در خود بسای که پوشیده از خزه نامم. اگر یادتون باشه در یکی از اشعار کتاب حجم سبز این تعبیر رو سپهری به کار میبرد که پس به سمت گل تنهایی میپیچی، 2 قدم مانده به گل، پای فواره جاوید اساطیر زمین میمانی و تو را ترسی شفاف فرا میگیرد. این ترس نه به معنی ترس متعارف هست که من از مار فرض کنید میترسم یا از سگ میترسم که به قول بیولوژیستا یک ارزش و به اصطلاح سروایوال ولیو داره، ارزش ابقایی داره. من فکر میکنم که از مار اتوماتیک میترسم چون من رو نیش میزند و من از دنیا میروم و به همون علتی که از آتش میگریزم برای اینکه دستم میسوزد، از مار هم میترسم، از حیوان درنده هم میترسم و قص الهازم. این همون ترس متعارف هست که عموم آدمیان دارن. یا در امور به اصطلاح اجتماعی سیاسی کسی اگر خطر میکنه و اهل ریسک است، خب از من یا شما کمتر میترسه به خاطر عواقبی که باید به اصطلاح از سر بگذراند یا هزینه هایی که میدهد. آدم‌ها از این حیث با هم یه تفاوت‌هایی دارند. برخی خب ما میگیم ترسوان، یعنی نسبت به عموم انسان‌ها بیشتر میترسند، برخی کمتر اهل ترسن و شجاعند و اهل تهورن. حالا در قصه های متعارف هم میبینید، دیدید مثلا شما جایی میرید دم یه بلندی یه عده‌ای اصلا جلو نمیرن، میترسن، یا حالا ترس از بلندی دارن یا به خاطر همین ارگانیزمی که دارن شخص برای ارزش ابقایی که این امور دارد بلافاصله واکنش نشون میده. اما برخی خب آستانه هاشون بالاتره
و دیرتر. علی حالا ترس اینجا ناظر به این امور نیست و تبیین بیولوژیک نداره. ترس چنان که من میفهمم عبارت است از مواجهه با مهابت و عظمت هستی و شخص یک احساس غریبی به او دست میدهد در این احوال که سپهری واژه ترس رو براش اختیار کرده، مولوی و دیگر عرفا واژه حیرت رو. میدونید مثل شیری که مثل آهویی که به مصاف شیری میرود، این بخشش مد نظرم است که شما فرض کنید در برابر عظمت یک موجودی قرار میگیرید. حالا قبل از این که احیانا بحث بقای بیولوژیک شما باشه، اگر شما فکر کنید که هیچ چیزی از شما در مقابل اون نمانده و شما یک موجود ناچیزی در مقابل عظمت و مهابت اون موجود، این تصویری است که اینها از ترس دارند. دوست من هستی ترسانگیز است، یعنی به سر وقت امر بیکران رفتن، یعنی وقتی به حقیقت هستی شخص نزدیک می شود. ترسانگیز است چون امر مهیبیه، امری است که شما وقتی که مستحیل و مندک در اون می شوید، با او یگانه می شوید، از امور متعارف دل می برید، اون وقت متوجه می شوید که چقدر شما موجود نحیف و نازکی هستید در مقابل امر بیکرانی که از او به مهابت موجود مهیب یا امر مهیب میشه یاد کرد. پرکا هم در مصاف تند باد، من چه دانم که کجا خواهم فتاد. اگر کسی همچین تصویری داشته باشه که یه پرکاهیه در مصاف تند باد، اون ترس رو کم و بیش اینگونه میشه صورت بندی کرد یا راجبش سخن گفت. ترسی که با حیرت در میرسد، من که حیران ز ملاقات توام. حالا در مولوی و دیگر عرفا خب مفهوم عشق پررنگ است، یک جور تخاطب با امر بیکران دیده می شود، دست کم در برخی از غزلیات. اینجا حالا بحث دیالوگ و تخاطب نیست، بحث مهیب بودن هستی است و یک جور تنهایی معنوی که دیده می شود که از صنف تنهایی سارتر و کامو نیست. شخص خود رو در این عالم تنها می یابه، اما این تنهایی نه به معنای پوچیست، بلکه خود رو با دیوینیتی هستی گره زدن است و البته صورت مسئله های خویشتن رو در نظر آوردن و در این حال دیدن که با دیگران شاید از این حیث نمیتونه سخن بگه. یک تنهایی اصیل معنوی که سراغ فرد می آید. آدم اینجا تنهاست و در این تنهایی سایه نارونی تا ابدیت جاری است. من در مقاله فکر نازک غمناک کوشیدم اون رو توضیح بدم که تنهایی معنوی چه تفاوتی با تنهایی غیر معنوی داره و غم سبز چه تفاوتی با غم سیاه داره و چرا این ترسانگیز بودن هستی به تعبیر سپهری ناظر به سرشت سوگناک هستی است و با پدیده‌های متعارفی که ما در زندگی تجربه می‌کنیم و غم‌های متعارفی که می‌خوریم البته فرسنگ‌ها فاصله دارد و من فکر می‌کنم که این ترنم موزون حزن تا به ابد شنیده خواهد شد. در کتاب مسافر است، در همانجا میگوید دوچار یعنی عاشق و فکر کن که چه تنهاست اگر که ماهی کوچک دوچار آبی دریای بیکران باشد. دوچار آبی دریای بیکران بودن همان ترسانگیز بودن هستی است، کسی که دوچار یه امر مهیب و بیکران می شود. به صخره من ریز مرا در خود بسای که پوشیده از خزه نامم. و در مرحله بعدی حرکت کردن به این سمت که این خود از میان برخیزه، پوشیده از خزه نام بودن، یعنی خود رو در میان دیدن و خود رو به حساب آوردن. به صخره من ریز مرا در خود بسای، یعنی بیاورد گویی اون امر مهیب، اون هستی ترسانگیز تمام من رو اگر احاطه بکنه یا مرا در خود فرو ببلعه که پوشیده از خزه نامم، یعنی تشخص و تعینی برای خود دارم، اون وقت است که احیانا شخص تجربه نابتری رو از سر گذرانده است و به تعبیر او به درا بی خدایی مرا بیاکن، نزدیک آی تا من سراسر من شدم. یعنی از من کنونی، اون بحثی که نوبتی پیشین داشتیم راجع به مفهوم امتینس و توهی شدگی در ادیان شرقی، اینجا میبینیم میگوید نزدیک آی تا من سراسر من شدم، یعنی از این من و این خود کاذب یا خودی که محفوف به اصناف مشتهیات از تمنیات، از خواسته ها، آرزوها، ایده ها، تصورات، تصدیقات، مفاهیم، اینها فرو ریزن و گویی از تو پر شوند.
یا از اون امر مهیب ترس‌انگیز پر شوم تا من سراسر من شوم. منی که در حالت متعارف است بدل بشود به یه منی که از هستی ترس‌انگیز پر شده. به همین خاطر من دوم در گیومه است، نزدیک های تا من سراسر من شوم، یعنی یک موجود تبدیل یافته‌ای، تبدل یافته‌ای دوباره از من سر برآورد. در باب مفهوم تهی شدگی و قصه روییدن نیلوفر در مرداب هم نوبت پیشین اشارتی کردن که متناسب و متلائم با همین مفهوم هست. خب از این شعر هم اگر بگذریم میرسیم به شعر در سفر آن سوها. امیدوارم امروز بحثمون در آب آفتاب تمام شود و برسیم که چند کلمی هم راجع به شرق اندوه سخن میگم. در سفر آن سوها عنوان شعر رو میبینید دیگه، آن سو یا سفر به سوی آن سو، و سوی مشخصی نیستی که هم مفهوم سفر در عنوان شعر هست که باز از مفاهیم عرفانی است و منظومه مسافر نشون میدهد اهمیت سفر رو برای سپهری و با سبکباری ترک تعلقات هم عنان است. بعد سفری که مقصدش مشخص نیست، سفر به آن سوها یا در سفر آن سوها. شما از تهران که میروید مشهد مسافرید اما مقصد مشخصه، از تورنتو که میروید واترلو مقصد و مبدأ مشخصه، اما اینجا گویی خود سفر مهمه، در سفر آن سوها. به تعبیر قدمای خودمون اینجا گویی سفر خودش موضوعیت داره نه طریقیت، برخلاف اکثر سفرها که سفر طریقیت داره نه موضوعیت. یعنی چی؟ شما وقتی که از تهران میخواد برید اصفهان در راه که خیلی نمیمانید، مهم این است که با اتومبیل یا با هواپیما از تهران به اصفهان میرید. خود سفر اینجا و مسیر اینجا طریقیت داره، یعنی امر اصیل نیست، تبعی و عرضیه. شما این مرکب رو برمیگیرید تا از تهران به اصفهان برسید یا از تورنتو به واترلو برسید، درسته؟ اما وقتی فرض کنید برای کسی خود سفر مهم باشه، نه اینکه به چه مقصدی میرسه، چون مقصد مشخص نیست از پیش و اینکه خود در سفر بودن برای اون مهمه. به همین خاطر است که عنوان شعر در سفر آن سوهاست. ایوان تهیست و باغ از یاد مسافر سرشار، در دره آفتاب سر بر گرفته ای، کنار بالش تو بید سایه فکن از پا در آمده است. دوری تو از آن سوی شقایق دوری، تو را از تو رو بوده اند و این تنهایی ژرف است. تو را از تو رو بوده اند و این تنهایی ژرف است. میگریی و در بیراهه زمزمه‌ای سرگردان میشوی. شما ببینید قصه حیرت رو که به زیبایی در شعر به تصویر کشیده شده. قصه مقصدی نیست که شخص به او قراره برسه، همچین چیزی نیست. خود سفر در اینجا موضوعیت داره. تو را از تو رو بوده اند و این تنهایی ژرف است. این همون تنهایی معنویه، همون تنهایی اگزیستنسیله که با تنهایی که در دفتر مرگ رنگ دیده میشه البته فرسنگ‌ها فاصله داره. گفتیم که اون تنهایی با سردی و فسردگی و یأس هم عنان است در جلسه نخست اگه خاطرتون باشه. اما این تنهایی معنویه، تنهایی است که با حیرت، با ترس‌انگیز بودن هستی و به سر وقت امر بیکران رفتن و خود رو به این معنا تنها در عالم دیدن متناسب و متلائم است. تو را از تو رو بودن و این تنهایی ژرف است. میگریی و در بیراهه زمزمه‌ای سرگردان میشوی. اگر گریه هم عنان با مفهوم غم باشه، این غم سبزه نه غم سیاه. اگر گریه نمادی باشه از غم، اگر گریه هم عنان باشه با غمی که ما میخوریم که عموما هست، به تعبیر فروغ نگاه کن که غم درون دیده‌ام چگونه قطره قطره آب میشود، چگونه سایه سیاه سرکشم اسیر دست آفتاب میشود. اگر غم بدل به گریه میشه، یعنی گریه همون مصور شده غم است. نگاه کن که غم درون دیده‌ام چگونه قطره قطره آب میشود. اگر این باشه، سپهری هم در اینجا میگوید میگریی و در بیراهه زمزمه‌ای سرگردان میشوی. این گریه همون غم ممثل شده است، غمی است که تغییر شکل داده. چه غمی؟ غم سبزه نه غم سیاه. در اون مقاله این رو توضیح دادم، الانم اشارتی کردم. غم سبز ناظر به سرشت سوبیناک هستیه، ناظر به دغدغه‌های ابدی انسانی است، ناظر به یافتن معنای زندگی یا ناظر به
معنا بخشیدن به زندگی و با هستی آشتی کردن یا معنایی برای این زندگی پیدا کردن، اینا تماما اون سرشت سوگناک هستی است. آدمی که دغدغه جاودانگی داره، آدمی که در پی معنا بخشیدن به زندگیه، انسانی که وقتی امور متعارف کنار می‌رود و این موجها و چپ‌های روی دریا کنار می‌رود، ناظر به این که از کجا آمده به کجا میره، در این عالم چی کار است، نکنه خبری نباشه و اگر هم خبری هست به چه معنا هست، همه اینها ناظر به سرشت سوگناک هستیه، به تعبیر اونامونو، سرشت سوگناک هستی. و این گریه‌ای که سپهری اینجا ازش سخن میگه در سفر آن سوها این است. مقصد مشخص نیست، گویی خود سفر کردن در اینجا محوریت دارد. و من مسافرم ای بادهای همواره، مرا به وسعت تشکیل برگها ببرید، مرا به کودکی شور آبها برسانید، مرا به خلوت ابعاد زندگی ببرید، به من حضور هیچ ملایم را نشان بدهید. در دفتر مسافر مفهوم مسافر و سفر و اهمیت سلوکی که دارد اینجا مشخص است. شخص حیرت زده است، تو را از تو رو بوده اند و این تنهایی ژرف است. مشخص نیست به کدام مقصد در حرکتی و قرار است به کجا برسی. در دره آفتاب سر برگرفته و گویی از جایی جلوتر، گویی همین به سمت بیسو حرکت کردن غایت این سفر است، نه اینکه به هدفی از پیش مشخص برسی. این اون معنایی است که میشه از این در سفر آن سوها گرفت. هم تنهایی اگزیستنسیل است و هم غم معنوی که از او به غم سبز یاد میکنم، غمی که ناظر به سرشت سوگناک هستی است و به تعبیر سپهری کسی که در بیراهی زمزمه‌ای سرگردان شده. سرگردان شدنش به خاطر این است که خب امر مهیبی رو پیش چشم دارد و به سمت بیسو و به سمت آنسو داره حرکت میکند. بسیار خب، دو شعر دیگه از این دفتر مانده است که میخوانیم و این دفتر رو ختم میکنیم. شعر ای همه سیماها. در شعر ای همه سیماها گویی باز ناظر به احوال قبضی شاعر است. به اختصار از او میگذرم. این رو میگم تا باز تأکید بکنم که در آوار آفتاب برخلاف شرق اندوه برای سپهری قصه کاملا روشن نیست، نوسان میکنه بین پر و خالی دیدن عالم یا احوال قبضی و بستی توامان است. دیدیم شعر شب هماهنگی شعری بود که با ابتهاج و انفتاح همراه بود، اما در ای همه سیماها یا ای همه سیماها قصه متفاوت است. در سرای ما زمزمه ای، در کوچه ما آوازی نیست، شب گلدان پنجره ما را رو بوده است، پرده ما در وحشت نوسان خشکیده است. اینجا ای همه لبها لبخندی ابهام جهان را پهنا می دهد، لبخندی ابهام جهان را پهنا می دهد. ای همه هوشیاران بر چه باغی در نگشودیم که عطر فریبی به تالار نهفته ما نریخت. در چه دیاری آیا اشک ما در مرز دیگر مهتابی خواهد چکید؟ ای همه سیماها در خورشیدی دیگر، در خورشیدی دیگر. نوسان شاعر و سالک در این شعر پررنگ است، دیده می شود. شب گلدان پنجره ما را روبوده است، در سرای ما زمزمه ای، در کوچه ما آوازی نیست، پرده ما در وحشت نوسان خشکیده است. شما در همین شعر، در همین دفتر، ببخشید این شعر رو با شعر شب هماهنگی مقایسه کنید، چه تفاوتی داره. و برخی دیگه اشعاری که نوبت پیشین خواندم از دفتر آوار آفتاب، به نظر میاد همچنان نوسان میکنه و احوال قبضی و بستی توامان در این دفتر دیده میشود. چه کسم من، چه کسم من که بسی وسوسه مندم، گه از این سوی کشندم گه از آن سوی کشندم. این از این سو کشیده شدن و از آن سو کشیده شدن در دفتر آوار آفتاب دیده میشود. جالب، عنوان دفتر آوار آفتاب است و گویی با دیوینیتی و دیواین بودن باید شاعر انس و الفت بیشتری داشته باشه. البته تعداد معتنابهی از اشعار دفتر ناظر به این تجربه‌های ابتهاجی یا تجربه‌های شادخوارانه هست، اما از آن سو هم می‌بینید شعری مثل ای همه سیماها یا دیگر اشعاری که در دفتر هست و به ما میگوید که گویی نوسان میکنه شاعر میان این دو مقوله. البته شعر شکست کرانه هست، فراتر هست
که نوبت پیشین مبسوط سخن گفتیم، همچنان سایبان آرامش ما ماییم که در ابتدای این جلسه گفتم، اما در این حال شما میبینید شعر ای همه سیماها هم دیده میشود. این رو تأکید میکنم برای اینکه وقتی به شرق اندوه میرسیم به نظر میاد که دیگه این احوال کم و بیش از ضمیر شاعر رخت بربسته. آخرین شعر این دفتر محراب است، چنان که گفتم. تهی بود و نسیمی، سیاهی بود و ستاره ای، هستی بود و زمزمه ای، لب بود و نیایشی، من بود و توی، نماز و محرابی. خب ناظر به نجواهای اگزیستنسیل شاعر است، به تعبیری که من به کار میبرم از یک جور مواجهه با خدای پرسونال در اینجا خبر میدهد سپهری. من بود و توی، من و تو هم در گیومه است. منو به یاد مباحث مارتین بوبر میندازه وقتی که راجع به رابطه من تویی سخن میگه در مقابل رابطه منعویی یا منعانی که شخص با یک شیء رابطه برقرار میکنه. اجازه بدید بخشی از کتاب گابریل مارسل رو بخوانم براتون، نوشته سمکین، یعنی کتابی که سمکین راجع به گابریل مارسل نوشته و راجع به رابطه منتویی که در پرتوی این شاید این شعر سپهری رو ما بهتر بفهمیم. و البته چنان که گفتم مارتین بوبر لاهیدان یهودی در این باب سخن گفته و گابریل مارسل که از فیلسوفان اگزیستانسیالیست غیر الهادی است و به هر حال بیشتر شبیه به کیرکگور در سنت اگزیستانسیالیسم، همون رو پی گرفته و سمکین هم راجع به این مفهوم اینجا سخن گفته. بخشی رو میخوانم که این سخنان این شعر سپهری رو امیدوارم بهتر معنا کنه. در ارتباط منتویی طرفین در حضور یکدیگرند و هر یک از آنان نسبت به دیگری حالت گشودگی و از خودگذشتگی دارد. با شخص دیگری بودن بدین معناست که من و تو دیگر دو موجود جدا مانده ای نباشند که با استفاده از علائم در بیابانی غیر مسکون که اثر و نشانی از آدمی در آن نیست با هم تماس برقرار کردند. ارتباطات منتویی از بحث و جدل به گفتگو و از گپ زدن و وراجی کردن به مشارکت در افکار و عواطف میرسند. وقتی که شخص دیگر برای من یک تو می شود، ارتباط برقرار شده غایت فی نفسه می گردد و چیزی جز عشق و مشارکت در کار نیست تا ارتباط صرفاً وسیله‌ای برای حصول آن باشد. مشارکت از این حیث که هر دو طرف را دگرگونه و غنی می کند خلاق است. من فقط وقتی به معنای کامل واژه من می شوم که با تویی مواجه شوم. بدون داد و دهش و آمیزگاری دو جانبه این قبیل ارتباطات، من همیشه منی جدا افتاده و اسیر تنهایی و نومیدی خواهم بود. ناگفته پیداست که زندگی انسان لزوما آمیزه‌ای از ارتباطات منعویی و منتویی است. در وضع آرمانی شخص اخلاقی می‌خواهد که دایره ارتباطات کاملا انسانی را بگسترد و بقیه مطالبی که آورده است. خب البته چنان که می‌بینیم این قصه منتو در رابطه انسانی متجلی می‌شود و چنان که نویسنده هم آورده در توضیح آره گابریل مارسل، ما میتونیم برای تنظیم مناسبات و روابط با دیگری این مفهوم منتو رو به کار بگیریم برای فراخی بخشیدن به حازمه خود و به تعبیر او وقتی واژه من کاملا من میشود که با تویی مواجه بشود. این در عالم انسانی است و مناسبات و روابط اخلاقی. مارتین بوبر راجع به رابطه میان انسان و موجود برین هم همین توضیح رو میدهد و معتقد است اون رابطه وقتی رابطه اصیل است که بدل به یک رابطه من تویی بشود و شخص او رو در قالب یک پرسن تجربه کند و با او سخن بگوید، مانند دیگر تجاربی که در عالم انسانی رخ میدهد. به نظر میاد این شعر سپهری رو میشه مبتنی بر آموزه های بوبر هم توضیح داد. لب بود و نیایشی، من بود و توی، تعبیر من و تو در گیومه است. نماز و محرابی، با یه خدای آنتروپومورفیک، خدای انسانوار در اینجا مواجهیم و منی که در حضور تو بدل به من می شود. اینجا دیدیم وقتی که در مقام ایضاح نوشته های مارسل سخن گفته سمکین، البته در عالم انسانی است این بحث، اما شما این رو توسعاً می توانید ناظر به رابطه با یه موجود برین هم این رو بسط بدهید و توضیح بدهید. در عالم انسانی البته در حضور تو و دیگری است که این من
به نهایت ظرفیت خیش میرسه. شبیه حرفی است که لویناس هم بعداً با طرح مفهوم دیگری و آدرنس در فلسفه اخلاق خودش مطرح میکنن. اما من الان اینجا اون لوازم الهیاتی این قصه مد نظرم هست و چنان که بوبر مطرح کرده که اساساً رابطه منطوی رابطه‌ای است که در یک تجربه باطنی اصیل رخ میدهد و سر برمیآورد و در این رابطه شخص با یک تو مواجه میشود، نه با یک آن، نه با یک موجودی که به اصطلاح با اون رابطه نمیشه برقرار کرد و یک رابطه صلب و سخت و مکانیکی باش برقرار میشه، نه رابطه‌ای که توأم با عواطف انسانی و شخص در این رابطه نجوا میکنه و من بودن خویشتن رو بهتر در میابه. به حال دفتر آوار آفتاب با شعر محراب تمام میشود، شعری که قویاً چنان که عرض کردم با ترک و تلقی از یک موجود انسانوار، یک موجود برین که امر متعالی انسانوار میشه رو نام نهاد قرین است و از تجربه های سپهری پرده برمیگیره. جالبه که تعبیر محراب و نماز در آن به کار رفته. گفتم بسامد واژگان دینی از این دفتر به بعد بیشتر میشه، خصوصا از صدای پای آب به این طرف، و او رفته رفته میکوشه که در دل بک‌گراند و پیشینه ایرانی اسلامی بیشتر تجربیات خودش رو صورتبندی بکنن. چند نکته هم راجع به دفتر شرق اندوه عرض بکنم و بحث امروزمون رو به پایان ببریم و آماده شنیدن فرمایشات و ملاحظات دوستان پس از آن هستم. دفتر شرق اندوه خب چنان که گفتم آهنگین است و وزن دارد، وزن حماسی دارد، برخلاف این دو دفتر که بیشتر اشعار از صنف اشعار سپیدن در آوار آفتاب و زندگی خوابها، و سپهری به نظر میاد قویاً تحت تأثیر مولوی است در اینجا و اون اوزان طرب‌انگیزی که در اشعار به چشم میخورد او رو و وزن حماسی که و احوال حماسی که اشعار دارن به نظر میاد که او رو به هر حال به مرتبه جدیدی سوق داده. در شرق اندوه سپهری از احوال ابهام‌آلود خودش فاصله میگیره و تنهایی معنوی رو کم و بیش به روشنی تجربه میکنه. تجربه های معنوی اصیل و حیرتزار رو از سر میگذراند. مفهوم هیچ بسامدش در اینجا بیشتر میشه. دیدیم که در دفتر آوار آفتاب بیشتر از واژه عدم و عدمستان استفاده میکنه، اما در اینجا شما میبینید که طنین مفهوم هیچ و هیچستان بیشتر میشه. واژگانی مثل زخمه و چنگ در این اشعار دیده میشود که خب کاملا با جهانبینی و نظام طرب‌انگیز مولانا در تناسب تلاؤم است. مفاهیم سگانه هیچ، مرگ و عدم دیده میشود همچنان در این اشعار. و یکی از به نظر من مهمترین و نابترین تجربه های اگزیستنسیل سپهری که در شعر بودهی سربرآورده متعلق به همین دفتر است. آنی بود درها وا شده بود، شاخی نه برگی نه باغ فنا پیدا شده بود. این خاموش آن خاموش، خاموشی گویا شده بود. و بقیه این شعر که به وقتش میخوانم براتون، باز برای من جالب بود که مفهوم فنا رو در اینجا سپهری به کار برده، برخلاف مفهوم تهی شدگی که در دفاتر پیشین به کار رفته. فنا میدانید خب از مفاهیمی است که در سنت عرفان اسلامی به کار میره، فنا فی الله و بقای بالله، که با مضامین وحدت وجودی در تناسب و تلاؤم است. و اگر اشتباه نکنم اولین باری است که مفهوم فنا در معنای عرفانیش در 8 کتاب به کار بسته می شود. آنی بود درها وا شده بود، برگی نه شاخی نه باغ فنا پیدا شده بود. مرغ مکان خاموش، این خاموش آن خاموش، خاموشی گویا شده بود. آن پهنه چه بود با میشی گرگی هم پا شده بود. نقش صدا کم رنگ، نقش ندا کم رنگ، پرده مگر تا شده بود. من رفته او رفته ما بیما شده بود. زیبایی تنها شده بود، هر رودی دریا هر بودی بودا شده بود. خب این از نابترین تجربه های سپهری است که در این دفتر بر آفتاب افکنده می شود. البته قصه بود و بودا درش هست، این رو من کاملا عنایت دارم،
و ناظر به از میان رخت بربستن تشخص است و استحاله و اندکاک. رودی که بدل به دریا میشه دیگه اون تشخص و تعین رود بودن دیگه از میان رخت بر میبنده. شما رودهای مختلفی به دریا میریزن، وقتی میریزن به دریا دیگه دریا نمیتونید شما تفکیک بکنید. بلعجب بحر بیکران که منم، اون تعبیری که سید مولوی هم به کار میبره که وقتی من بلعجب بحر بیکران که منم، وقتی شخص به بحر بیکران میپیونده دیگه خود او بدنده بحر بیکران میشود. مفهوم سکوت هم که در این شعر بوطی به کار رفته خب با سکوت عارفانه در تناسب و تلاعم است. من در مقاله سکوت در تراکتاتوس که چند سال پیش 5-6 سال پیش نوشتم به همین شعر بوطی هم اشاره کردم. اون ناظر به تلقی مختلف از مفهوم سکوت در کتاب رساله منطقی فلسفی ویتکنشتاین است. یک قرائت از اون سکوت چون سکوت عرفانی است. من به این شعر هم اونجا استشهاد کردم در پانوشت‌ها که در سکوت عرفانی آنچه مهم است این است که شخص به جای میرسد که نمیتواند سخن بگوید و کمیت زبان لنگ میشود و گویی خاموشی بهتر از او سخن میگوید. مرغ مکان خاموش، این خاموش، آن خاموش، خاموشی گویا شده بود. به تعبیر مولوی کاشکی هستی زبانی داشتی، تازه هستان پرده ها برداشتی. هرچه گویی ای دم هستی از آن پرده دیگر بر او بستی بدان. بدانجا که میرسد کمیت زبان لنگ میشود و گویی خود خاموشی گویا میشود. شخص نمیتواند کما هو حق سخن بگوید چون امر کرانمند محدودی است که به سر وقت امر بیکران رفته و گویی اون سکوتی که سرشار از ناگفته هاست بهتر میتواند اون تجربه باطنی رو توضیح بده. مایستر کارت عارف آلمانی قرن 14 میگفت شبیه ترین چیز به خداوند سکوت است. این جمله رو اینگونه میشه فهمید، معنای عمیقش اینگونه است که راجع به خودچنان که من میفهمم که راجع به حقیقت هستی جایی میرسیم که شخص نمیتواند در زبان کما هو حق سخن بگوید. به همین خاطر سکوت شبیه ترین چیز به خداوند است. مرغ مکان خاموش، این خاموش، آن خاموش، خاموشی گویا شده بود. یه پارادوکس، مگه میشه خاموشی گویا شده باشه؟ اما خیلی از مواقع در همین پارادوکس ها عرفا و سالکان آراء خود رو توضیح میدادن. یه پارادوکس اما کاری نمیشه کرد. کمیت زبان لنگه، اما این وجه تراژیک تجربه عارفان است که از سوی نمیتواند سخن بگوید، نمیتواند سخن نگوید و از سوی دیگری کما هو حقه و چنان که باید نمیتواند سخن بگوید. پس سکوت پیشه میکنند یا به تعبیر دقیق‌تر دوچار سکوت میشوند. چون ما در نظام واژگانی میدانیم هممون سکوت واجد معنایی است. الان فرض کنید شما از من سوال بکنید که دیروز کجا بودی؟ من نخوام به شما پاسخ بدم به هر علتی که فکر میکنم، یا فکر میکنم شما نمیخوام بدونید، یا اینکه کسی دیگر اینجا نشسته نمیخوام او بداند، سکوت میکنم به هر دلیل و علتی. این سکوت در دل نظام واژگانی، در دل نظام دلالت شناختی واجد معناست. شما از سکوت من متوجه میشید که به هر علتی به هر دلیلی نمیخوام پاسخ بگم. اما این سکوت عرفانی متفاوته با اون سکوت. چرا که این سکوتی که الان ازش یاد میکنم عالما آمدن رخ میده. من سکوت پیشه میکنم چون حالا یا نامحرمی در میان است یا نمیخوام سخن بگم، یا اگر شما یه پرسش فرض بفرمایید که فلسفی از من بکنید، یا یه پرسشی بکنید که من فکر کنم این در خور فاهمه شما و حازمه شما نیست من سخن میگم، یا شما چنین تصویری داشته باشید من یه پرسشی از شما بکنم شما فکر کنید من حدم نیست که مخاطب اون سخن باشم، به هم میریزم. ممکنه سکوت شما پیشه کنید یا سرپوشی پیشه کنید. اینکه عرفا میگفتن راز جز با رازدان انباز نیست، راز اندر گوش منکر راز نیست. به منکر نباید راز رو گفت، یعنی عالما آمدن شما نمیگید چون اون ظرفیت وجودی، اون سعی وجودی رو نداره. پس در اینجا اگر شخص سرپوشی پیشه میکند عالما آمدن این رخ میدهد. این یه سکوتی است که در دل اون نظام واژگانی واجد معناست. چه من نخوام به شما پاسخ بدم به خاطر اینکه نمیخوام دیگران بشنون، از پرسش‌های عادی شما بگیرید که دیروز کجا بودی، چه وقتی در یک مبحث عمیق یا بلند عرفانی فلسفی یا هر چه من فکر میکنم که یا شما فکر میکنید که نمیخواید به من سخن پاسخ بدید چون من اون ظرفیت رو ندارم که مخاطب این سخن واقع شوم. در هر دو حالت این سکوت در دل اون نظام واژگانی و معنایی
واجد معناست. اما این سکوتی که سپهری در شعر بودهی ازش یاد میکنه، این سکوتی است که شخص دوچارش میشود، نه اینکه عالما آمدن سکوت اختیار میکنه، بلکه دوچار سکوت میشود چون ابزار دیگری برای سخن گفتن از تجربه اصیلی که از سر گذرانده ندارد. مولانا اینجاست که میگوید کاشکی هستی زبانی داشتی، تازه هستان پرده ها برداشت. یا در دفتر اول مثنوی در داستان پادشاه و کنیزک میگوید که این نفس جان دامنم برتافته است، بوی پیراهان یوسف یافته است، که از برای حق صحبت سالها بازگو حالی از آن خوشحالها، تا زمین و آسمان خندان شود، عقل و روح و دیده صد چندان شود. من چه گویم یک رگم هوشیار نیست، شرح آن یاری که او را یار نیست. لا تکلفنی فانی فی الفنا، کلف افهامی فلا احصی ثنا. مفهوم فنا باز اینجا سر بر می آورد. میگوید به من تکلفی نیست، از من انتظاری نداشته باش، نمیتونم سخن بگم چون اساسا احوال متعارفی ندارم. لا تکلفنی فانی فی الفنا، کلف افهامی فلا احصی ثنا. کل به معنای مختل شدن است، از میان رفتن است. اون مقام کل لسان که عرفا ازش یاد میکنن که زبان در اینجا مختل میشه، همون لنگ شدن کمیت زبان است به تعبیر ما در زبان عادی. اون جایی است که شخص دوچار سکوت میشه، سکوت کردن رو اختیار نمیکنه، دوچار سکوت میشود. دوچار یعنی عاشق. و فکر کن که چه تنهاست اگر که ماهی کوچک دوچار آبی دریای بیکران باشد. بدین معنا در شعر بودهی خاموشی شدن، گویا شدن خاموشی عبارت است از دوچار سکوت شدن. چرا که شخص به باغ فنا پا نهاده است. آنی بود، اون تجربه ناب در یه آن رخ داد، درها وا شده بود، برگی نه، شاخی نه، باغ فنا پیدا شده بود. میشه آدم در یه باغی پا بنهد که برگ و شاخ نداشته باشه؟ در حالت متعارف نمیشه، باغ است و درخت و شاخه و برگ. اما پا گذاشته به باغ فنا، در باغ فنا نه برگی هست نه شاخه‌ای هست. و مرغ مکان خاموشه، مرغ زمان خاموشه، خاموشی گویا شده بود. یادتون هست در دفتر آوار آفتاب عرض کردم که تجربه عموم تجربه های ما مکانمنده و سپهری اشاره کرد که من از مکان گریخته‌ام یا از دار مکان فاصله، از مکان فاصله گرفته‌ام. بذارید تعبیر رو دوباره بیابم، اون تعبیری که سپهری به کار برد. بله، تو را دیدم از تنگنای زمان جستم، تو را دیدم شور عدم در من گرفت. اونجا قصه زمانه، اینجا قصه مکانه. دقت میکنید دیگه، این نشان میده از اون تجربه های غیر متعارفی که ما داریم. اونجا گفت که از تنگنای زمان جستم، اینجا میگوید مرغ مکان خاموش، این خاموش، آن خاموش، خاموشی گویا شده. اگر عموم تجربه های ما اسپیشیو تمپورال هم به توضیح عرض کردم، سپهری در این دو دفتر یکی از تجربه های لازمان پرده بر میگیره در دفتر آوار آفتاب و در اینجا از تجربه لامکان. مرغ مکان خاموش، این خاموش، آن خاموش، خاموشی گویا شده بود. آن پهنه چی بود؟ با میشی گرگی همپا شده بود. خب همپا شدن گرگ و میش معمولا با هم رخ نمیده، اما این همون مرتبه ورای ازداده، در اون مرتبه است که این تجربه حاصل میشه. فارغ از سودم و زیان چو عدم، طرفه بی سود و بی زیان که منم. آن پهنه چه بود؟ با میشی گرگی همپا شده بود. نقش صدا کمرنگ، نقش ندا کمرنگ. باز سخن از این است که شخص به خود وانهاده شده و گویی ابزار کلامی بهتری پیدا نمیکنه. سکوت همه جا رو فرا گرفته، هم صدا کمرنگه، هم ندا کمرنگه. پرده مگر تا شده بود، من رفته، او رفته، ما بیما شده بود. ناظر به از میان رخت در بستن خیش است. منی دیگه در میان نبود، اویی در میان نبود، ما بیما شده بود. اون همون تجربه امتینس و تهی شدگی که در کتاب زندگی خوابها از سپهری پرده بر میگیره و همون تجربه‌ای که در شعر دفتر آوار آفتاب هم با هم دیدیم که گویی من از من دوباره پر میشه. اینجا هم به تعبیر دیگری ازش سخن میگه. هر رودی دریا، هر بودی بودا شده بود. باز هم ناظر است به از میان رخت بر بستن خیشتن و به تعبیر
مولوی زنگار زدایی پیشه کردن. آه چه بی رنگ و بی نشان که منم، کی ببینم مرا چنان که منم. کی شود این روان من ساکن، این چنین ساکن روان که منم. گفتی اسرار در میان آور، کو میان اندرین میان که منم. بحر من غرقه گشت هم در خویش، بوالعجب بحر بیکران که منم. فارغ از سودم و زیان چو عدم، طرفه بی سود و بی زیان که منم. این تعبیر بی رنگ و بی نشان شدن با این هر رودی دریا هر بودی بودا شده بود هم عنان است. شخص بی رنگ و بی نشان است، تعین‌ها و تشخص‌ها از میان رفت بربسته. آینه دانی چرا غماز نیست، زان که زنگار از رخش ممتاز نیست. زنگار زدایی پیشه کردن که ناظر است به زدودن زنگارها و اصناف کژی‌ها و پلشتی‌ها از خویشتن، اول قدم است در مسیر سلوک. در اینجا هم به مرتبه پس از اون سپهری اشاره میکنه که اساساً خود وجود شخص مستحیل و مندک و یگانه شده در دریا. هر رودی دریا هر بودی بودا شده بود. این به نظرم از نابترین تجربه های اگزیستنسیل است که در دفتر شرق اندوه سر برآورده و به همین خاطر است که میگویم جهان او اینجا دیواینه، روشن شده و کمابیش میشه فهمید که چرا استعمال و بسامد واژگانی مثل عدم و هیچستان و یگانگی با امر بیکران در این دفتر بیشتر دیده میشود. همچنین غم سبز که باز حضورش در این دفتر پررنگه، برخلاف غم سیاه که در دفتر اول بیشتر دیده میشود. خب من نوبت آتی انشالله بحث در باب دفتر شرق اندوه رو تکمیل میکنم و استشهاداتی از شعرهایی مثل چند، هایی و شورمرا و دیگر اشعار استشهاد به این اشعار میکنم برای توضیح اون مفاهیمی که عرض کردم مثل هیچ، مرگ، عدم و غم اگزیستنسیل. جالب است با عنوان آخرین نکته عرض بکنم که در شعر شورمرا تنها شعری است تا جایی که من میدونم در 8 کتاب که به تعبیر امروزی ها سپهری از یک نوع پلورالیسم دینی هم سخن میگه و دفاع میکنه. به اختصار این رو میگم و بحث امروز رو تمام میکنم. میدانید که در پلورالیسم دینی یا کثرت‌گرایی دینی در واقع مطابق با رأی قائلانش عموم گروندگان و ادیان گوناگون مهتدی به هدایت خداوندن، یا اگر قصه ذیل ادیان غیر ابراهیمی مثل بودیسم و هندویسم و تائویسم صورت بندی میشه رستگارند. این اون موضعی است که در لیترچر فلسفه دین هم ازش به religious pluralism یاد میکنن یا کثرت‌گرایی دینی. پیامبر پلورالیسم دینی جان هیک بود، فیلسوف مشهور دین انگلیسی که چند ماه پیش روی در نقاب خاک کشید و به ابدیت پیوست در سن 90 سالگی. من هم یادداشتی نوشتم پس از وفات او که در نشریات داخل منتشر شد. همچنین گفتگوی مفصلی راجع به ایده های او اخیراً داشتم که در نشریه مهرنامه منتشر شد. هم اون یادداشت نخستین و هم این گفتگو، چون توفیق داشتم بارها ایامی که در انگلستان تحصیل میکردم او رو از نزدیک دیدم و گفتگوهای درازاهنگ فلسفی عرفانی با او داشتم. باری این موضع پلورالیستیک یا کثرت‌گرایی است در حوزه دین پژوهی در فلسفه دین و از او به religious pluralism یاد میکنن. علاوه بر اون شما انحصارگرایی دینی یا religious exclusivism و religious inclusivism یا شمولگرایی دینی هم دارید. خب انحصارگرایی دینی بر این باور است که تنها گروندگان به یک دین مقتدی به هدایت خداوندند. در سنت مسیحی شما فیلسوفی مثل پلنتینگا رو میبینید که تمام قد از انحصارگرایی دینی دفاع میکنه. در شمولگرایی دینی معتقدن کسانی که شمولگران که خب البته شمول هدایت خداوندی بسی بیش از یک دین است، اما به میزانی که کم و بیش اون متدینان مثل ما فکر میکنن بر نهج صواب طی طریق میکنن، یا خداوند یا فرض بفرمایید مسیح هم دست اونها رو میگیرد. به تعبیر یکی از این فیلسوفان دیگر متدینان هم مسیحیان بینام و نشانن، anonymous Christianن. یعنی درسته که طرف مسلمانه یا یهودی اما مسیحی بینام و نشانه. به همین خاطر در وادی هدایت میتواند طی طریق کند و رستگار است. میبینیم که باز این البته از انحصارگرایی فاصله میگیرد و فاصله دارد با او. فقط گروندگان به یک دین رو
مهتدی به هدایت خداوند نمیداند، اما قصه شمول بیشتر اونهاست و بعد باز محوریت یک دین است. میگوید بقیه مسیحیان بینام و نشانند. این شمولگرای دینی است و کثرت‌گرای دینی که معتقد است نه، قصه شمول و انحصار نیست، بلکه همگان نشستگان بر سر یک سفره و ساکنان یک کویند و عموم انسان‌های گوشت و پوست و خوندار بر نهج صوابند. سپهری این رو به لسان شاعرانه خودش تصویر کرده که به عنوان حسن ختام بحث امشبمون این شعر رو میخوانم و بقیه بحث رو در باب دفتر شب اندوه نوبت آتی پی میگیریم. شما هم وزن حماسی شعر رو توجه بکنید، هم باز استعمال واژه‌ای مثل فنا رو و هم ایده پلورالیستیکی رو که عرض کردم. من سازم، بندی آوازم، برگیرم بنوازم، بر تارم زخمه لا میزن، راه فنا میزن. من دودم، میپیچم، میلغزم، نابودم، میسوزم، فانوس تمنایم، گل کن تو مرا و درا. آینه شدم، از روشن و سایه بری بودم، دیو و پری آمد. قرآن بالای سرم، بالش من انجیل، بستر من تورات و زبر پوشم ابستا. میبینم خواب، بودایی در نیلوفر آب. هر جا گلهای نیایش رست من چیدم، دست گلی دارم، محراب تو دور از دست. او بالا، من در پست، خوشبو سخنم نی، باد بیا می بردم. بی توشه شدم در کوه کجا، گل چیدم گل خوردم. باد انگیز درهای سخن بشکن، جاپای صدا می روب. هم دود چرا می بر، هم موج من و ما و شما می بر. ز شبنم تا لاله بیرنگی پل بنشان، زین رؤیا در چشمم گل بنشان. خب شما هم وزن شعر رو ببینید که حماسیست کاملا. من سازم، بندی آوازم، برگیرم بنوازم، بر تارم زخمه لا میزن، راه فنا میزن. هم واژه لا و هم واژه فنا کاملا تنین عرفان اسلامی داره، برخلاف آوار آفتاب و زندگی خوابها که از این تعابیر شما توش نمیدیدید. نه تعبیر لا بود، نه قصه فنا بود. قصه تعبیر فنا باز در شعر بودهی چنان که گفتم هم آمده است. بعد وزن رو شما ببینید، اصلا طرب‌انگیز است و آهنگین. من دودم، میپیچم، میلغزم، نابودم، میسوزم. میبینید چقدر متفاوت است با اشعاری که در دفاتر پیشین آمده بود و شما رو قاعدتاً به یاد اشعار حماسی دیوان شمس هم میاندازن. و بعد اون نکته‌ای که تأکید داشتم و ناشی از پلورالیست بودن اشارتی داره به کثرت‌گرا بودن سپهری در ادامه می آید. قرآن بالای سرم، بالش من انجیل، بستر من تورات و زبر پوشم ابستا. می بینم خواب، بودایی در نیلوفر آب. هر جا گلهای نیایش رست من چیدم. این ناظر به اون حازمه فراخ و نگاه جامع الاطراف و کثرت‌گرایانه است که در این شعر بروز و ظهور کرده. البته سپهری فیلسوف نبود، این انقساماتی هم که من گفتم ناظر به بحث و فحص‌های فلسفی است، اما خب شما از همین مقداری که خواندم می توانید رایحه خوش کثرت‌گرا بودن او رو ببینید. چون من خودم هم به کثرت‌گرایی دینی باور دارم، این شعر سپهری رو خیلی میپسندم و تصور میکنم خصوصا پلورالیسم نجات و عموم متدینان به ادیان گوناگون رستگار انگاشتن موضع موجهی است در قیاس با ایده هایی که انحصارگراها و شمولگراها دارند. به همین خاطر این تشخیص شاعرانه لطیف سپهری رو هم میپسندن که خب با تجربه های باطنی او هم در تناسب و تلاعم بوده است. خب اجازه بدید بحث امشب رو اینجا ختم بکنم و به بخش دوم این جلسه که گفتگوست بپردازیم تا انشاءالله نوبت آتی تتمه بحث راجع به دفتر شرح اندوه رو پی بگیریم. خوشبختانه بخشی از نکاتی که راجع به دفتر شرح اندوه میخواستم بگویم ذکر شد و فکر میکنم ما از انتهای نوبت آتی فکر میکنم وارد کتاب صدای پای آب خواهیم شد و البته هنوز 1000 باده ناخورده در رگ تاک است و مطالب نسبتاً متعددی در باب باد، باران، هیچستان، مرگ و اموری از این دست در 8 کتاب مانده است که انشاءالله با هم پی خواهیم گرفت.
تشکر از شما دکتر. من 2 نکته در مورد شعر شورم رو به ذهنم رسیده بود که میخواستم با جمع اصطلاح در میون بذارم. یکی که من سازم بندی آوازم، یاد این تیکه اولش من یاد این شعر مولانا میندازه که میزنی تو زخمه و بر میرود تا به گردون زیر دارم میشه. بعد کلمه لا در این به اصطلاح قسمت از شعر به نظرم هم میتونه یک حالت به اصطلاح دوگانه داشته باشه این کلمه، یا میتونه لای به اصطلاح نوت‌های موسیقی باشه، یا لایی باشه که ما وقتی میخوایم به اصطلاح در دین اسلام وقتی میخوایم به اسلام به اصطلاح به زبان بیاریم که ما مسلمون شدیم و مثلا باورمون رو ابراز کنیم، اشهد ان لا اله الا الله، یعنی این لا هم میتونه که به همون چیز باشه که ما به اصطلاح سوگند یاد میکنیم که هیچ خدایی غیر خدای یکتا نیست و اینجوری به اصطلاح وارد اون راهی میشیم که خدا تمام زندگی ما رو میگیره و به غیر از خدا دیگه هیچی به اصطلاح هیچ چیزی وجود نداره، فقط خودشه. و قسمت دوم من دودم میپیچم میلغزم نابودم، یاد این تیکش به اصطلاح این بیت شعر مولانا منو میندازه که گفت که تو شمع شدی قبله این جمع شدی، جمع نیم شمع نیم دود پراکنده شده. یعنی مولانا در این شعر به اصطلاح اظهار میکنه که دیگه واقعا من در برابر تو هیچ موجودیتی ندارم، فقط مثل یک دود به اصطلاح حالت دود پراکنده شدم. متشکرم. بله، البته سوالی متوجه بنده نبود، ملاحظه بود که دوست عزیزمون مطرح کردن، خوبم هست. دومیش خصوصا نکته قابل تأملی برای من بود که من دودم میپیچم میلغزم نابودم، اشاره به همان غزل مشهور دیوان شمس میتوان در اون سراغ گرفت که حالا لزوما این نیست که او پیش چشم داشته این غزل رو وقتی این رو میسروده، اما چون مأنوس بوده با اون ادبیات میشه گفت که این گونه ریزش کرده در اشعار. بله این خوبه، یعنی قصه دود شدن و پیچیدن و لغزیدن و نابود شدن که متضمن از میان برخاستن است دیگه. بله گفت که تو شمع شدی قبله این جمع شدی، شمع نیم جمع نیم دود پراکنده شدم، که با نابودی هم به تعبیر سپهری متناسب و متلائم است. قصه لا هم البته خب حالا قصه لا اله الا الله البته در ادبیات دینی به کار رفته و همچنان در ادبیات صوفیانه، چنان که میدانید لا یعنی نیستی و خود رو در میان ندیدن و غیر از او در عالم کسی رو ندیدن، و به این معنا میشه گفت که این تنین کاملا صوفیانه داره به کار بستن واژه لا. بر تارم زخمه لا میزن. بله و خب اساسا واژگانی مثل زخمه چنان که گفتم و ساز خیلی تنین صوفیانه دارد. ما چو چنگیم و تو زخمه میزنی، زاری از ما نی تو زاری میکنی. در مثنوی هست ما چو چنگیم و تو زخمه میزنی. این که ما چنگیم و بر تارم زخمه لا میزن، راه فنا میزن، من دودم میپیچم میلغزم نابودم، اینا بله کاملا نشان میدهد قرابتی که این ایده ها با جهان بینی مولانا دارد و چنان که برخی از شارحان او گفتن هم در این ایام میدانید کتاب شرقندو 1340 منتشر میشه. همون ایام سفرهایی هم سپهری داشته از سفرهای آفاقی و گویی یکی از کتابهایی که میخوانده دیوان شمس مولانا بوده و این دیوان شمس به هر حال انیس و مونس او بوده است و به این معنا خب ریزشی کرده در اشعارش و میبینیم که معنن و لحظن چنان که گفتم و بحث شد و دوستمون هم اشاره کردن به هر حال این قرابت ها رو میشه دید. اما به توضیح که خواهم گفت البته در کنار همه این شباهت ها یک تفاوت هایی هم هست و مشخصا رأی سپهری در باب مرگ یا در باب عشق با عارفی مثل مولانا متفاوت. عشق الهی چندان در 8 کتاب دیده نمیشه. این شاید با همون نگاه پنتئیستی که سپهری در تناسب و تلاعمه که از صدای پای آب سر بر می آورد. عشق
سبقه زمینی داره. دوچار یعنی عاشق. یعنی فرمودید حالا فکر کن که چه تنهاست اگر که ماهی کوچک دوچار آبی دریای بیکران باشد. البته در اینجا این عشق معنای زمینی نمیدهد، اما به هر حال عشق الهی و اون شورمندی که در عشق الهی دیده می شود که در دیوان شمس مولانا و اساساً در منظومه او پررنگ است، در 8 کتاب اونقدر این گونه نیست و چنین تصویری از عشق ندارد. و راجع به احوال عاشقی هم که باز مولانا زیاد سخن گفته، ما چندان نمیبینیم در 8 کتاب که سخنی گفته شده باشد. من در باب قصه عشق و تلقی عرفا در باب عشق و اصناف عشق ورزی در جلسات پیام عارفان برای زمانه ما توفیق داشتم که در ماه گذشته 2 نوبت مبسوط سخن میگم و به مصداق تعرف الاشیاء و ازداده ها میشه فهمید که تصویر و تلقی عارفی مثل مولانا از عشق چه تفاوتی داره با تصویر و تلقی سپهری از عشق. و او از احوال عاشقانه هم البته زیاد سخن گفته مولانا، اما سپهری نه، اون تنهایی معنوی و حیرت و ترسانگیز بودن هستی به تعبیر او گویی براش پررنگتره و البته آشتی با طبیعت که هنوز ما راجبش سخنی نگفته ایم و از صدای پای آب بیشتر سر برمی آورد و گویی خود طبیعت دیگه برای اون موضوعیت پیدا می کند که خب باز این هم از نکات و به اصطلاح نقاط افتراق اوست با عرفای سنتی، هرچند ملهم از ادبیات عرفان صوفیانه ما هم بوده است به توضیحی که گفتم تا کنون و بعداً هم خواهیم دید. بسیار خوب. بله آقای دکتر بفهمید شما که سوالتون رو بفهمید. بسیار خوشبختم که توی غربت، توی این محفل گرم، توی این مجلس گرمتون حاضر شدم و بسیار مستفیض شدم. من میخواستم از آخر شروع کنم با موضوعی که این آخر گفتیم با پلورالیسم مذهبی. آیا میشه گفت قرآن هم پلورالیسم قبول داره بر اساس آیه از سوره البقره که ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئین من آمن بالله و بالیوم الاخر و عمل صالحا، هر کسی با 4 تا دینی که گفته اگر این 3 تا شرط، این خدا و آخرت و عمل صالح رو داشته باشه فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم، فکر میکنم ولا خوف علیهم. آیا میشه پلورالیسم رو چیز کرد؟ بگیم قرآن هم پلورالیسم. خب بقیه نکات هم بفهمید همینه؟ اگه نه بفهمم یادداشت میکنم. بعد اون دیالوگ بین بنده و خدای انسانوار فرمودین میشه یه جوری با بحث تجربه نبوی چیز کرد، رابطه‌ای یا مشابهتی قائل شد یا نه؟ ترسی که فرمودین وحشت نیست حیرته، آیا میشه بازی ذره مذهبیش کرد؟ با خشیت مشابهتی داره؟ اگه قرآن و خشیت نامه و نهج البلاغه رو خشیت نامه بگیم، آیا با اون خشیت میتونه این حیرت که با اینجور ترسی که سپهری میگه آیا چیز کرد؟ اگه سفر مهمتر از مقصده، پائولو کوئلو خیلی قشنگ گفته کیمیاگرش که قهرمان کیمیاگر این همه راه رو میره که برگرده و گنج رو توی همون جایی که بوده پیدا کنه، ولی خب توی این مسیر سفرش فاطمه رو پیدا میکنه که اگر همونجا گنج رو پیدا کرده بود فاطمه رو نداشت. و اون چیزی که سعدی میگه به راه بادیه رفتن به حد نشستن باطل که گر مراد نیابم به قدر وصل بکوشم، ولی نمیدونم حالا این مرادی نداشته سعدی، ولی آیا مشابهتی هست بین اون سفری که مهمتر از مقصده؟ من متشکرم. بله ممنونم. البته نکات متعددی رو شما اشاره فرمودید و میکوشم که مختصر به این نکات پاسخ بدم. از حسن توجه و عنایت شما هم سپاسگزارم. راجع به نکته اولتون که آیا پلورالیسم مذهبی از قرآن استخراج میشه یا نه، ملاحظه بکنید ما نباید چه از قرآن و چه از دیگر متون دینی چنین انتظاری رو داشته باشیم، به این معنی که هر دینی خب مبلغ آموزه های خودشه
و پلورالیسم مذهبی مدعی لا رتب لا یابس باشه باید بله ایزه بفرمایید عرض میکنم هر دینی به هر حال کوره خودش رو گرم میکنه در وهله نخست. بحث ما بحث پسینی تجربیه، یعنی شما پس از اینکه این کثرت در میرسد حالا میخواید اون رو تبیین کنید. بله این آیه‌ای که خواندید یا آیات دیگری در قرآن همچنین در دیگر کتب دینی میشه یافت که منبه این معنا باشه که عمل صالح برای ما مهمتره، اما منبهه نه اینکه آرگومنتیه که بشه اینجا اقامه کرد، چون شما اساسا باید بیرون از این ادیان بایستید و یک بحث درجه دوم است، به اصطلاح سکند اوردر بحث در باب کثرت بالفعل ادیان و هر یک از این شقوقی که من ذکر کردم سعی میکنه موضع خودش رو موجه کنه. البته برای موجه کردن موضع خود استشهادات درون دینی هم برخی می آورن، اما فارغ از استشهادات این دین یا اون دین سعی میکنن در باب نفس مفهوم هدایت، نفس مفهوم فرض بفرمایید که نجات، رستگاری یا خداوند توضیح بدهند و به این معنی این بحث فلسفی پیدا میکنن. بله ما ناظر به معتقدات دیگران در بحث پلورالیسم سخن نمیگیم، یعنی با اون کثرت و با اون تفاوت بحث رو آغاز میکنیم. قرار نیست مسیحی ها مسلمان شن یا مسیحی ها مسلمانان مسیحی شون یا مسیحیان و مسلمانان یهودی شون و یا بالعکس. این کثرت بالفعل رو ما به رسمیت شناخته ایم و حالا در باب اون کثرت بالفعل میخوایم سخن بگیم و ببینیم چه تلقی از رستگاری و هدایت داشته باشیم. البته سخنان و آموزه های ادیان هم در اینجا منبه نقش تنبیهی دارن، اما نه اینکه استدلال رو بشه بر اونها مبتنی کرد، چون این قاعدتاً هر دینی معتقد است که خود او بر نهج صواب است و به همین خاطر هم آمده. مگر مسیحیان باور ندارن و عیسی نمیگفت که من الف اول و یای آخرم؟ قرار است که هر دینی به اصطلاح ایده های خودش رو بس بده. حالا پس از این نگاه تجربی پسینی تاریخی ما میبینیم ادیان نهادینه شده ای سر برآورده اند که هیچ یک به دیگری تحویل نشدن. چنانکه گفتم نه همه مسلمانان یهودی شدن، نه همه یهودی‌ها مسیحی شدن، نه همه یهودی‌ها و مسیحی‌ها مسلمان شدن و بالعکس. حالا میخوایم اینو تبیین بکنیم و من به همین خاطر فکر میکنم در این شعر سپهری این کثرت به رسمیت شناخته شده و معتقد هر جا گل‌های نیایش بروید من میچینم اون گل رو یا همدلم با اون و قرار نیست که این وحدت به این کثرت به یه وحدتی تحویل بشود. اگر بحث پلورالیسم رو میخوایم بحث بکنیم، اگر قرار بشه کثرت به یه وحدت تحویل بشه، اون یه بحث دیگری است، بحث پلورالیسم دینی نیست، یا به تعبیر دیگه دقیق‌تر بحث تبیین کثرت بالفعل ادیان نیست. اینا فرمودید. این ناظر به نکته اولتون راجع به دیالوگ انسان و خدای انسانوار و اشارتی به بحث تجربه نبوی آیه سروش کردید. بله میتونه تناسب و تلاعمی با اون داشته باشه. من البته خب ناظر به اون بحث این رو تقریر نکردم قاعدتاً، اما به این معنا که خب در اون تلقی هم به هر حال اون متافیزیکی که پشت اون بحث است از یه خدایی سراغ میگیرد که البته بیشتر در تناسب و تلاعم با خدای عرفاست و همین خاطر همشون از مقوله بی صورتی سخن میگن و تعینات عدیده‌ای که اون امر بی صورت میپذیرد. اما به هر حال یکی از تعینات اون امر بی صورت همین خدای ادیان است. اگر شما مفهوم تجلی رو در عرفان اسلامی به میان آورید و تجلیات و تشعنات و تعینات عدیده اون امر بی صورت، یکی از اون تعینات هم همین خدای انسانوار است و دیالوگ انسان و خدا میشه متناسب و متلائم با اون نظریه باشه، یا به اصطلاح متافیزیک اون رو از این منظر هم میشود دید و درباره او سخن گفت. بحث خشیت و ترس رو آوردید. بله البته سپهری گفتم بحث ترس رو می آورد و مهابت هستی است و لزوما تنین دینی ندارد، چون خصوصا در دو دفتر زندگی خوابها و آوار آفتاب مطرح شده. اما شما می توانید بگویید که بی نسبت با خشیت نیست، اما متفاوت با اون هم میتونه باشه، چون خشیت دقیقاً در دل چنان که گفتید سنت اسلامی تقریر میشه یا توسط سنت ادیان ابراهیمی و شخص با یک خدای پرسونال مواجه میشود. نه فرمودید. اما این ترس و مواجهه با عظمت هستی میتونه اعم از اون باشه، هم رابطه
یک فرد رو با خدای ادیان توضیح بدهد، رابطه عاشقانه یا رابطه‌ای که از سر بندگی و خلوص و خضوع سر برمی آورد و شخص خود رو در مقابل یک امر مهیب پرسونال متشخص ناچیز می انگارد، یا اینکه توسطاً اساساً ناظر به عظمت هستی باشه، ناظر به مهابت هستی، مثل اینکه شما میرید کنار ساحل میستید، وقتی شما مهابت دریا رو میبینید لزوما اون رو در قامت یک موجود متشخص تجربه نمی کنید، اون عظمت اون مهابت اون شما رو میگیره. نه فرمودید میتونه همون باشه همین باشه، هر دو رو میتونه در بر بگیره. کسی که با یه امر مهیب مواجه میشود به یک بیکرانگی و عظمتی که بر اون مستولی شده، این میتواند هم در قالب یک امر متعین انسانوار بر او تجربه بکنه، بر او تجلی بکنه، یا اینکه نفس اون مثل قصه دریایی که موج میزنه، شما فرض کنید زیر اون موج قرار دارید، چه حسی بهتون دست میده؟ احساس بیکسی و بیپناهی مطلق. پر کاه هم در مساف تند باد، من چه دانم که کجا خواهم فتاد. یه همچین تصویری میتواند ناظر به این مقوله هم باشه. و نکته آخری که راجع به سفر گفتید، من فکر میکنم این کاملا با ادبیات دینی هم در تناسب و تلاعمه، این که اساسا انسان مسافر در این عالم و سبکبار و سبکبال است و نیامده است که بماند، آمده است که برود. این از نکاتی است که در ادبیات دینی هم به چشم میخوره. و بله، اون اشارتی که به کویلو کردید در رمان مشهور کیمیاگر او، و اینکه شخص پس از سفر دور و دراز میرسد به آنجایی که در خود بوده است. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، طلب از گمشدگان لب دریا میکرد، به تعبیر حافظ. بله این درسته، اون یک نکته باطنی داره اون رمان و به خوبی اون رو تصویر کشیده. سلام علیکم. به خوبی اون رو به تصویر کشیده. عرضم به حضورتون که میشه گفت که ببینید اونجا هم باز سفر تا نبود او به این مهم نائل نمی آمد و متوجه نمی شد. اون سفر در اینجا اهمیتش. اما اون سفری که در شعر آوار آفتاب با هم خوندیم البته مطلق و نفس سفر بود، چنان که گفتم. یعنی شاید مرتبه نه که بالاتری از اون باشه، یعنی شاید پس از اون که شخص خود رو بیابه در برسه، چون با حیرت و بیکسی و تنهایی معنوی هم انان است. سفری که مقصد از پیش تعیین شده‌ای ندارد و شخص به سمت بیسو حرکت میکند. دیدید که اون شعر رو با هم به دقت خواندید و توضیحی که سپهری برای آن داده است. باز به یاد اون شعر شاعر افغانی میفتم که در یکی از نوشته هامم آوردم که تأکید بر خود مفهوم سفر هست و گویی این سفر خیلی برکت دارد. منم تمام افق را به رنج گردیده، منم که هر که مرا دیده در سفر دیده. تمام آنچه ندارم نهاده خواهم رفت، پیاده آمده بودم پیاده خواهم رفت. سفر هم با ترک تعلقات همراه است، هم با سبکباری و سبکبالی و نفس فعل. اینجا غایت فعله به قول حکمای مسلمان، یعنی قرار نیست حتما به مقصدی شخص برسد. همین که سفر پیشه میکنه، ترک تعلقات، آوارگی، در یک جا نماندن، هم ملالت و کهنگی رو از وجود او میزداید، هم موقت بودن یا دائمی نبودن عالم رو شخص به رأی العین میبیند. میدونید ما عموما هممون بالاخره یک کار و بار ثابتی داریم، در یه جا مستقریم. اما کسی که فرض کنید دوره‌گرد باشه، خب دوره‌گردی با سفر هم عنان است و شخص در این سفر زوال و عدم مانایی عالم رو به رأی العین میبینه. این سفر فیزیکی یا سفری که آفاقی است در عالم رخ میدهد یک ما به ازا و امر متناظر انفسی هم دارد و شخص عالم رو این گونه میبیند، عالم رو به زوال. یادم است یه بزرگی یک بار تهران پیش او بودم میگفت که در برخی از تجربه های عرفانی اون چیزی که بر من متجلی شد یک آنی، این که همه چیز رو به زوال است در این عالم، هیچ چیز بر جای خویش باقی نمیماند. میگفت یک دفعه دیدم مثل یه نوری از پیش چشمم رفت که همه چیز رو به زائل شدن دارند.
و هیچ چیز با ثبات در این عالم نیست، هرچند ما نمیبینیم. این دنیا دارالغروره دیگه، در ادبیات دینی هم هست دارالغرور. میدانید معنای تحت لفظی غرور یعنی فریب دادن، نه خودشیفتگی که امروز ما به کار میبریم. ما میگیم امروز فلانی مغروره، یعنی خودشیفته است، نارسیسته، درسته؟ اما معنای تحت لفظی غرور عبارت هست از فریب دادن، یعنی امور واقعی رو غیر واقعی می نماید و امور غیر واقعی رو به شما واقعی می نماید. حالا این که حافظ هم می گفت که این عروس، که این عجوزه عروس هزار داماده است، ناظر به دنیا می گوید این رو، یکی از مؤلفاش اگر دارالغرور بودن باشه همینه، یعنی دنیایی رو که از مقومات و مؤلفه هاش زوال است، چون همه چیز رو به زوال شدن دارد، اما به من و شما مانا نشون میده. خیلی برامون جدیه جوش و خروش هایی که آدم تو این دنیا میکنه، چون فکر میکنه آمده عموما این گونه است دیگه که بماند، نه این که برود. دقت میکنید این یکی از اون نکاتی است که خب نگاه عرفانی اگر جاری و ساری بشه، خب آدم گذران بودن عالم رو ببینه، قصه خیلی متفاوته. این رو به رأی العین وجدان کنه، بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین، کین اشارت ز جهان گذران ما را بس. این که آدم واقعا این رو به رأی العین ببینه، خب از لوازم و لواحق مسافر دیدن خود در این عالم است و سفر رو به رأی العین تجربه کردن. چون این گونه نه غم‌ها میمونه نه شادی‌ها اگر شخص این رو به رأی العین ببینه و فکر کنه که همه چیز زائل می شود و همه چیز افسانه می شود. به قول دان کیوپید، اون فیلسوف انگلیسی، روزی فرا میرسه که بناهای یاد بودم نابود می شود. بناهای یاد بودم نابود می شود. خیلی جمله تکان دهنده است اگر راجع به شما فکر کنید. بنا شکل گرفته که یه امری رو پاس بداره، ما رو به یاد اون بیاندازه. مثلا فرض بفرمایید که یه موزه‌ای راجع به هولوکاست فرض بفرمایید، یا راجع به روم باستان، یا راجع به انقلاب صنعتی، اینا همه در موزه آمده، در ساختمان‌های خوب. یا در امریکا اگر شما مثلا فیلادلفیا برید، اون جایی که اینا با هم شور می‌کردن، فرض بفرمایید که ابراهام لینکلن اونجاها وقتی که اعلامیه نظریه استقلال امریکا بود و می‌خواستن قانون اساسی کانستیتوشن رو بنویسن، الان شما برید فیلادلفیا تشریف بردید، احتمالاً اونجاها دیده میشه و اینها رو همه نگه می‌دارن، شما برید ببینید. حالا فرض کنید یه روزی برسه که این بناهای یاد بودم همه نابود بشن. آدم البته دوچار همون ترس میشه، گفت دوست من هستی ترسانگیز است. از این حیث بله، چون فنا رو به رأی العین آدم میبینه. یا وقتی تأمل ژرف در باب مرگ میکنه، همون تعبیری که هایدگر هم داره یا فیلسوفان اگزیستانس، که ما همیشه آگهی مرگ دیگران رو در روزنامه میخوانیم اما تصویر و تلقی از مرگ خود نداریم که یک اتفاق یونیک و منحصر به فرده که در عالم رخ میدهد. مولانا هم میگفت مرگ هر کسی پسر همرنگ اوست، پیش دشمن دشمن و بر دوست دوست. یکی از آینه هایی که شخص خویشتن رو بهتر میتواند در اون بشناسد، رابطه است که با مرگ برقرار میکنیم. به خودت رو میخوای بهتر بشناسی، ببین چه نسبتی با مرگ داری. مرگ هر کس ای پسر همرنگ اوست، پیش دشمن دشمن و بر دوست دوست. کسانی که دشمن میدارند مرگ رو، چون اصلا نمیخوان سخن از زوال و فنا بشنون، خودشون رو به اون راه میزنن، دوست ندارن راجع به این امور سخن گفته بشه، گویی که آمدن که بمانند نه این که بروند. اما عارفی که در مقوله فنا و سفر که مد نظرتون بود و من هم اشارتی کردم و بحث کردیم در جلسه، به دیده عنایت مینگرن، این مسافر بودن رو حقیقی ترین وصف انسان در این عالم می انگارن. سپهری هم که میگوید و من مسافرم ای بادهای همواره، همین معنا رو میفهمد و به توضیح که انشاءالله جلسات آتی خواهیم گفت، مفهوم باد در سپهری متضمن همین معناست. باد از هر سو به هر سو میوزد، قراری ندارد و یکی از نمادهای متجلی متعین شده امر بیکران در این عالم است و اینکه جان اون بزرگوار اینقدر با باد قرین بود و انیس بوده، فکر میکنم همین معناست. برای اینکه باد خب نمادی است از حرکت از جایی به جایی، هیچ وقت ساکن و راکد نمیماند باد، برخلاف آب که میتونه جایی ساکن و راکد بشود، مرداب بسازد، اما باد این گونه نیست و اون عدم تعین و بیقراری و بیجایی
با مسافر بودن هم عنان و قرین است. البته اون نکته‌ای که راجع به کویلو گفتید اون هم در جای خودش کاملا درست است و اون سفر باطنی که فرد می‌کند که البته با سفر آفاقی هم راه است، او رو می‌تواند مدد برساند که در این مسیر حرکت بکنه. خب فکر کنم برای یک پرسش دیگه جا داشته باشیم. اگر شما بفهمید. بله میخواید ببخشید. متوجه هستم که چند بار مخصوصا جاهای مختلف صحبتتون گفتید که عشق که سهراب صحبت میکنه با عشق الهی مثلا مولوی فرق داره یا معنوی گفتمان دینی نیست، ولی باز بعضی جاها مثل مثلا شعر محراب یا مثلا اونجا که گفتید طبیعت از نظر او خدایگونه است، شعرهای اول که داشتیم صحبت کردیم متاسفانه اسمش یادم نیست، گفتید طبیعت از نظر سهراب سپهری خدایگونه است، یا مثلا اینجا که فنا رو همون فنا الله معنوی تعبیر میکنید، خب اینجا وارد اون تعابیر دینی از شعر سهراب سپهری میشید. بخوام ببینم چیزی برداشتی که من دارم کاملا یه دید بودیستیه که سهراب سپهری داره، یعنی مثلا اصالت رو به طبیعت میده، طبیعت خدایگونه نیست، طبیعت یعنی اگر اصلا خدا باور نیست، حداقل درک من اینه که سهراب سپهری خدا باور نیست، یا به زندگی اخروی به اون معنی که دین برش پای میفشرد مثلا اعتقاد نداره به زندگی بعدی. تمام چیزا طبیعته و طبیعتی که حالا تناسخ داره و میچرخه و هیچ وقت تموم نمیشه، طبیعتی که لایتناهیه، نه اینکه ما از طبیعت میخوایم به یه چیز لایتناهی خالق، به یه خالقی باور نداره. شما چه نشانه هایی دیدید که مثلا یه همچین توصیف هایی هم میتونید بکنید، یه همچین تفسیری هم میتونید از شعر سپهری داشته باشید؟ آیا به نظرتون اصلا لازمه ما حتما تعبیر عرفان معنوی از شعر سهراب سپهری داشته باشیم؟ آیا مثلا شعر محراب درسته که از نماز و محراب استفاده میکنه، ولی آیا این استفاده از فقط استفاده از المان‌های آشنایی که یک کارکردهای آشنایی در ذهن ما دارن نیست؟ بله ممنونم. شما جلسات پیشین فکر کنم مطمئنم تشریف نداشتید. من عرض کردم اونجا، الانم دوباره تکرار میکنم، حقیقتش نه، من اصلا در بند این نیستم که بخوام ردای شرعیت به سپهری بپوشانم یا متکلفانه و متصنعانه اموری رو حقنه کنم به او. ببینید من نوبت پیشینم گفتم، امروز هم اشارتی رفت، حالا نوبت‌های آتی بسط بیشتری میدهم. ببینید من گفتم که دفتر زندگی خوابها و زندگی آوار آفتاب از قضا تنین دینی کمی داره. گفتم ایده های بودیستی در اون پررنگه، اما از دفتر شرق اندوه به این طرف اینا میرن تو پس زمینه به گواهی اشعار، یعنی استشهاداتی که من کردم، مفاهیم دینی که حالا به قول شما المان‌های آشنایی هستن که من منکر اونم نیستم، سر برمی آورن. من نگفتم که دینی تر میشه، یعنی زیست جهان سپهری به اصطلاح دینی تر می شود. من نمیدانم قائل به معاد بوده یا نبوده، واقعا نمیدانم، اما به هر حال جهانش جهان دیواینه و بعداً هم توضیح میدم که شاید خدایی که او بیشتر باش هم انانه خدای پنتئیستیکه، خدای به اصطلاح اسپینوزایی شاید. البته المان‌هایی از خدای ادیان هم مثل همین شعر در 8 کتاب هست و چنان که من در اون مقاله تطور امر متعالی در منظومه سپهری گفتم، اون نوسان میکرده بین این دو گونه مواجهه با امر متعالی. حالا بد نیست اون مقاله هم شما ببینید که من استشهادات مبسوطی به 8 کتاب کردم تا توضیح بدم بین این دو نوسان میکرده. علی ای حال اون تصویری که من دارم این است که ما در دفاتر نخست ایده های بودیستی خیلی پررنگ تره، ایده های شرقی بودیستی، بعد او آمده این رو بومی کرده و از مفاهیم مأنوستر مدد گرفته برای صورتبندی تجربه های خودش و به همین خاطر با ما ارتباط بیشتری برقرار میکنه. اما این که جهان او مثلا با جهان شاملو فرق میکنه یا جهان او جهان نچرالیستیک نیست، تقریبا مطمئنم، یعنی به هر حال جهانش دیواینه.
اما دیوینیتی که حالا شاید بشه اون رو با پنتئیسم بهتر توضیح داد و یه جاهایی هم البته رگه‌های از تئیسم هم داره، هر دو با هم است. اما علی حالا یه آدم معنوی است در جهان معاصر. عموم شارحان عموم اگر ببینید اون رو اینگونه خوانده‌اند و دست کم المان‌های عرفانی پررنگی در کار او دیدن. نه قرار نیست که یک امری رو متکلفانه به او تحمیل کنیم. من همچین انگیزه‌ای ندارم، درست هم نیست با متن این کارو کردن. اشارتی هم که داشتم به اون مفاهیم، خب مفاهیمی هستند که در اشعار به نحو طبیعی سر برآوردن. به هر حال اون شعر محراب رو که شما میخوانید میتوانید به نحوی اون رو تفسیر کنید که متضمن سخن گفتن با یه خدای انسانواره، کما اینکه بودهی رو به توضیحی که من گفتم قصه متفاوت میشه. البته این قصه منحصر به سپهری نیست، مولوی هم همین گونه است. برخی المان‌هایی دارد که گویی با یک جان جهانی داره سخن میگه، اما ادعیه مثنوی هم کم نیستن. میدانید هر دو با هم است به نحو غیر متکلفانه. بگیر دامن لطفش که ناگهان بگریزد، ولی مکش تو چو تیرش که از کمان بگریزد. چنان گریزد از تو که آن گفت نیز نتانی که آن فلان، که آن که گفت نیز نتانی که آن فلان بگریزد. یا اون غزلی که خواندم براتون، آه چه بیرنگ و بینشان که منم، در اونجا یک جور واگویی حدیث نفس است و شما میبینید یک حیرت به بیکرانگی رو او گویی تجربه میکند، برخلاف یا برخلاف نگم متفاوت از تجربه هایی که جاهای دیگه اون شاعر از سر گذرانده است. مثلا شما در مثنوی ببینید میگوید ای تقاضاگر درون همچون جنین، چون تقاضا میکنی اتمام این، سهل گردان رهنما توفیق ده، یا تقاضا را بهل بر ما منه، چون تقاضا بر تقاضا میرسد موج آن دریا به دینجا میرسد. یک جور در هم نوردیدگی میان سالک و امر بیکران رو شما اینجا میبینید. چیز دیگر ماند اما گفتنش، با تو روح القدس گوید بیمنش، همچون آنگاهی که خواب اندر روی، تو ز پیش خود به پیش خود روی، بشنوی از خویش و پنداری فلان، با تو اندر خواب گفتست آن نهان. نه تو گویی هم به گوش خویشتن، نه منو نه غیر من، ای هم تو من، تو یکی تو نیستی ای خوش رفیق، بلکه گردونی و دریای عمیق. شما ببینید این ابیات رو چگونه معنا میکنید که من و تو چنون در هم رفتن که تو خواب که میبینی از پیش خود حرکت میکنی به پیش خود میرسی. بعد اینجا معلوم نیست که تو از او یا اون امر متعالی کاملا مستقل و متعین شده ای. نه تو گویی هم به گوش خویشتن، نه منو نه غیر من، ای هم تو من. اینا دارید. من میخوام میگم این تجربه های باطنی که در احوال سالکان رخ میدهد همه جا هست و نه اختصاصی به سپهری و مولوی داره و نه اختصاصی به عرفان اسلامی. شما در دیگر عرفان ها هم تا جایی که من میدانم این رو میبینید و سپهری هم از این احوال داشته. ما از اون احوالی که او پرده برگرفته و بر آفتاب افکنده اینجا سخن میگیم. بالاخره شعر محراب در دفتر آوار آفتاب هست، میدونید، و من به همین خاطر بوبر رو وام گرفتم برای اینکه خود او من و تو رو در گیومه گذاشته. اما همین شاعر شعر بودهی هم داره، هر دو با هم است. میدونید نگاه جامع الاطراف باید داشت، نباید بودهی رو ندید و فقط محراب رو دید البته، و نباید فقط محراب رو دید و بودهی رو ندید. هر دو با همن. یعنی هم این شاعر هم شعر محراب رو داره، هم شعر ارزم به حضورتون که بودهی رو داره و همه این دوتا با هم وقتی پیش چشم باشه فکر می‌کنم که قصه میشه توضیح جامع الاطرافی پیدا بکنه و خود او به من و تو اشارت داشته. علی ظاهر احوال عرفانی این گونه است، میدانید، یعنی تجربه ها متنوعن و شخص با این تجربه های رنگارنگ است که در این حوزه پا می‌نهد و مثال روشنترش و بومیترش رو از مولانا ذکر کردم که شما میبینید چه در مثنوی چه در دیوان شمس احوال گوناگونی رو تجربه میکنن و یه جاهای اون حیرت چنان بر اون مستولی شده که شما با یک حیرت و بیسویی و بیکرانگی مواجهید. یک جاهایی هم یک تخاطب و سخن گفتن با امر بیکران پرده برگرفته و همه اینها با هم است و همه رو باید با هم دید برای اینکه اون تجربه رو پیش چشم داشت. بخش‌هایی هست حالا در کتاب شرق اندوه که حالا انشالله ببخشید در شعر در کتاب حجم سبز که با هم بعداً میخوانیم و یکی از اون اشعارش که خیلی غریبه و معلوم نیست واقعا او با کی داره سخن میگه. من در مقاله تطور امر متعالی در
منظومه سپهری هم آوردم، امیدوارم الان بتونم براتون این رو بخوانم که شما میبینید اون حیرتی که در شاعر دیده میشه. طبعا از شعرهای کمتر مشهور 8 کتابه و بله تحت عنوان تپش سایه دوست در کتاب حجم سبز. زیر دندانهای ما طعم فراغت جا به جا میشد، پایپوش ما که از جنس نبوت بود ما را با نسیمی از زمین میکند، چوب دست ما به دوش خود بهار جاودان میبرد. ما گروه عاشقان بودیم و راه ما از کنار قریه های آشنا با فقر تا صفای بیکران میرفت. بر فراز آبگیری خود به خود سرها همه خم شد، روی صورتهای ما تبخیر میشد شب و صدای دوست می آمد به گوش دوست. شما ببینید این تعبیر نمادین رو، بر فراز آبگیری خود به خود سرها همه خم شد، روی صورتهای ما تبخیر میشد شب و صدای دوست می آمد به گوش دوست. در شعر محراب میگه من بود و تویی، نماز و محرابی. اینجا میگوید صدای دوست می آمد به گوش دوست، یعنی گویی منی در میان نبودم، اون صدا بود که از او می آمد و به سوی او می رفت. اما تعبیرش جالبه، روی صورتهای ما تبخیر می شد شب، یعنی فعلا تا اینجا هست و تبخیر شدن شب هم تصویری است که سپهری ساخته و صدای دوست می آمد به گوش دوست. خب حالا شما به من میگید که سراینده 8 کتاب کیه؟ میگم همه این هاست، هم شاعر شعر محراب، هم شعر بودهی، هم تپش سایه دوست. و برای اینکه یه نگاه جامع الاطراف و وفادار به متناش فکر میکنم همه اینها رو باید پیش چشم قرار داد. اون اشاره هم که به استعمال واژگان دینی بود که اشاره به یه مقاله کردم، فکر میکنم درست است. حالا کاملا هم با شما همدلم که میشه اینها المانهای مأنوس باشه، ولی او به این رأی رسیده قبلا این المانهای مأنوس رو به کار نمیبرد. علاوه حالا یه تحولی است که در او دیده میشود و علاوه بر این تجربه های متعدد و متنوعی است که از سر گذرانده است، یعنی شاعر شعر بودهی و محراب و تپش سایه دوست و همچنین ما هیچ ما نگاه که در اونجا خصوصا زبان خیلی شخصیه و باز مفاهیمی مثل فنا اونجا سر برمی آورند که به وقتش بهش خواهیم رسید. خب اگر ایده بفرمایید بحث امشب را ختم بکنیم، انشالله نوبت آتی بقیه بحث در باب شرق اندوه رو پی میگیریم.